بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قابل یادآوری سران وقتی که گرفتیم وعده محکم از بنی اسرائیل، لا تعبدون الا الله، که شما عبادت نکنه بجز از الله متعال، و بالوالدین احسانا، و روش نیک بکنه امرای پدر و مادرتان به روش نیک کردن، و ذی القربا به امرای خویشاوندان یا اقاربتان رشته‌دارایتان، و الیتاما امرای یتیما، و المساکین امرای مسکینا حاجتمندا، و قولوا بگوی للناس برای مردم حسنا گپای درست و نیکه، و اقیموا الصلاة نمازتان با تمام لوازم و ضروریاتش مکمل برپا دارید، و آتوا الزکات بدهید زکات. ثم تولیتم، بعد از شما روگردانی کرده از انجام این امور، الا قلیلا منکم، مگر خیلی کم از شما، و انتم معرضون، خاصیت و عادت شما همیشه روگردانی کردن است از انجام امر الله. و اذا اخذنا، قابل یادآوری سران وقتی که گرفتیم میثاقکم وعده محکم از شما، لا تسفکون دماءکم، که شما نمیریزانی خونایتان، ولا تخرجون انفسکم، نمیکشید خود من دیارکم، یعنی برادرای خود از خانه هایشان، ثم اقررتم، بعد از شما اعتراف کرده، و انتم تشهدون، در حالی که شما شاهد اقرار خود هستی. ثم انتم هؤلاء، باز شما مردم بوده، تقتلون انفسکم، که قتل کرده نفسایتان، و تخرجون فریقا منکم، و میکشید یک جماعت از خود من دیارهم، از خانه هایشان، تظاهرون علیهم، شما پشتیبانی میکنید علیهم در مقابل امی قومتان، بالاسم و گناه و العدوان و تجاوز، امرای دشمن پشتیبانی میکنید. و یاتوکم اسارا، اگر بیا برتان اسیر یعنی قیدی گرفته شده، تفادوهم، شما فدیه میده برای خلاصی امی اسیرا. و هو محرم، شان سخنی است که حرام کرده شده علیکم، بالای شما، اخراجهم، کشیدن اینمی مردم از خانه هایشان هم. افتؤمنون، آیا شما عقیده داری به بعض الکتاب، به بعض کتاب، یعنی بعضش عملی میکنی، و تکفرون ببعض، و انکار میکنی از بعضی دیگش که عمل سرش نمیکنی. فما جزاء من یفعل ذلک، چی باشه جزای کسی که ترکار میکنه منکم از شما، الا مگر باشه جزایش خزی، رسوایی، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و یوم القیامت، در روز قیامت، یردون، بازگردانده میشوند، الی اشد العذاب، به سخت عذاب، و ما الله بغافل، نیست الله متعال بی خبر عما تعملون، از آنچه که شما انجام میده. اولئک الذین، ایو مردمایی هستند، اشتروا الحیات الدنیا، که گرفتن یا خریدن زندگی دنیا را، بالآخرت، در مقابل آخرت، فلا یخفف، سبک کرده نمیشه عنهم از یا العذاب عذاب، ولا هم ینصرون، و نه امرای از یا امداد کرده میشه. الله متعال سلسله مذمت های یهود شروع شده بود. الله متعال که کدام عیبا و نقصانات در این قوم وجود داره، برای ما و شما در این سوره بقره یکه او را یادآور میشه. اصل مقصد یادآوری عیبا و نقصانای بنی اسرائیل که سبب هلاکتشان شده، سبب بدنامیشان شده، و سبب ذلت و رسوایی و با مبتلا شدن غضب الله متعال شده، اینمی اسبابی است که الله متعال در اینجا ذکر میکنه
اسباب زمیمه یا اسبابی که سبب بدبختی از یا شده. هشدار میده به امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مبادا امت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یهود شود، نه عالمش نه عوامش. از او خاطر هر کدام از یک درس عظیم برای امت پیغمبر علیه السلام است که مبادا این قسم اعمال از امت پیغمبر سرزد شود، چرا که باعث بدبختی است. الله متعال دشمنی ذاتی با هیچ کسی نداره، پس تمام عذابا یا نیکبختی ها یا نعمت ها برای خود معیار می داشته باشه، محور می داشته باشه. اگر او اسبابی که برای کامیابی است در هر طایفه پیدا شود، اونمو اسباب کامیابی است. و اگر در هر طایفه اسباب عذاب و بدبختی پیدا شود، ولو هر کس باشه، امو عذاب و بدبختی دوچارش میشه. این فرق نمیکنه که بنی اسرائیل باشی یا امت پیغمبر باشی یا کسی دیگری باشی. الله متعال محور آمدن عذابش اسباب بدبختی و عذاب است و محور نعمتش اسباب نعمت است. اگر اسباب نعمت پیدا کردیم، اگر اینمی اسباب که سبب غضب الله بالای بنی اسرائیل شده بین امت پیغمبر پیدا شود، به اونمو سرنوشتی که بنی اسرائیل مبتلا شده، امت پیغمبر مبتلا میشه. از او خاطر است که امت باید در تعمیل او احکامی که الله کرده بسیار کوشا باشه و از آن چیزی که من نکرده خودداری بکنه. آلی کدام صفات در یهود مضمون بود؟ مثلا قبلا تیر کردیم علمایشان تحریف کردن در کتابای الله، حقیقت پنهان کردن صرف به خاطر منافع شخصی و دو روز زندگی خود تیر کردن، یعنی دین پنهان گذاشتن سرکور به این خاطر که زندگی خود خراب نشود. اگر امروز امی مصداق ما بگیریم، به جز از اون مولایی که سالا امامت کرده 20 سال تیر کرده و 20 سال بدعت کرده، 20 سال تیر کرده یک روز در مورد توحید و یک تا پرستی گپ نزده، 20 سال تیر کرده هیچگاه طاغوت نظام کفری را، دشمنی یهود و نصارا را معرفی نکرده و این را صرف به این خاطر که قوم از پیش من ناراض نشوه، مرز امامت نکشه. پس چه فرق است در بین او عالمی که از یهود بود و این عالمی که امروز است؟ تنها به کلمه خواندن انسان نجات پیدا نمیکنه. هر کس مسئولیت دارد در برابر کدام صلاحیتی که الله برات داده. به عالم صلاحیت داده آن چیزی که حقایق است در کتاب الله او را باید واضح بسازی. این مسئولیتی است و همین صلاحیت الله برات داده. اگر تو به خاطر منفعت شخصی قطعی مردم جرامت میکنی، بدعتا را انجام داده رو ایستی تا امروزه، اگر کاری کفر و شرک کرده رو ایستن، لیکن تو به خاطر ازی که مرز امامت نکشه، به الله قسم امو آیتی که در مورد شان یهود است در شان تو امو آیت تو مصداقش هستی و آیت سرت صادق است. اگر عوام ما مثل که سر پندارهای باطل بدون ازی که تحقیق بکنه در موارد دینی خود فقط امو تو اٹکلی باشه، اٹکلی مانا که جنت میریم، گاهی تحقیق در مورد دینی خود نمیکنه، مصداق امی آیاتایی که برای بنی اسرائیل عوام بنی اسرائیل است، تو عوامم مصداق اینمی آیاتا میگردی و نزد الله متعال مسئول هستی. ما امروز همو تو رستیم. عوام ما در سالها مراجعه نکرد که طریق نماز پیغمبر چی رقم است، مراجعه نکرد که عقیده چی رقم است، فقط یک پنداری باطل است. فرقه ناجیه هستیم، اهل سنت و الجماعت هستیم، به نام خو نمیشه. تو اهل سنت و الجماعت عقیده شهادت داری یا نه؟ عمل کرد شهادت داری یا نداری؟ این بسیار هشدارای عظیم است. سوره بقره در اولش فقط یک دم هشدار هاست، یک دم اخطار است برای امی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که امت او طایفه او جماعت مبتلا به عذابای الله، به بدبختی ها شده بود. شما مبتلا نشوی و او اسباب شما در خود پیدا نکنی، او صفات را شما در خود پیدا نکنی. دیروز آیت خواندیم الله وعده محکم گرفته بود عبادت یک الله شوه، بعد از او سلسله به سلسله روش نیک اختیار شوه با پدر و مادر، با اقارب، با یتیم، با مسکین، یعنی ضعیفترین فرد جامعه باید پیش تو قدر و قیمت داشته باشه، لحاظش داشته باشی، مراقبت حالش بکنی. اگر یک مؤمن به می دستورات الله متعال عمل بکنه در جامعه کشکال جنجال هیچ پیدا نمیشه. چرا؟ حتی تو حقوق یک آدم ضعیف مسکینه از یتیم رعایت میکنی، از پیشت خطا نمیشه. جامعه خود به خود انس و الفت میآید، زندگی اجتماعی مستحکم میشه، رابطه در بینشان با اخوت و برادری و همدردی استوار میشه، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. اما اگر این دستورات زیر شد و این دستورات از نظر افکنده شد، در قصهش نشد، باز امو اسباب هلاکتی که دوچار بنی اسرائیل شده بود از ما و شما میشه. امروز امو طور است، رعایت پدر و مادر قطعا نیست،
دوست پیش مردم خیلی قدر و قیمت داره از پدر و مادر کده. نعوذ بالله معشوقه و یارانش خیلی قدر و قیمت داره از پدر و مادر کده. زنی که آورد 2 روز قطعش زندگی کرد، پدر و مادر باز قطعی لغت زده رو ایست بیرون از خانه میکشه. اما حالت آمده. اقارب کسی امروز هیچ نمیشناسه، هیچ خودگیرداری و رشته داری وجود نداره. یتیم خود کسی نامش هم نمیگیره، مسکین خود تا که زورش میرسه لغت کده میره که خانگه که گلیش هم امی در بلدنگ خود قطعی کنه او را ببره در خیمه روی کنه یا بره مهاجر شوه. امروز هم حالت است. اسلامیت کجاست؟ عقیده به دین الله داره، به احکام الله. امی احکام الله که برای بنی اسرائیل است برای ما و شما در یک جای نه، به 10 جای قرآن کریم امی احکام برای ما و شما هم است که عبادت یک الله را بکنیم، شرک نکنیم و بعد از او رعایت حقوق مخلوق الله را بکنیم. بندگی نامی 2 چیز است، یکی تابعداری به نظام الله، تسلیم شدن به حکم الله، توحید الله، نظام الله را پذیرفتن. دوم قطع مخلوق الله، روش درست انسانی اجرا کردن و انجام دادن. تا این اندازه را الله متعال میگه و قولوا للناس حسنا. سخن که از دهنت میبره باید مفید و مؤثر برای برادر مسلمانت باشه. امر بالمعروف باشه، نهی عن المنکر باشه، سلام باشه، خوش آمدید باشه، یعنی گپای انس و الفت باشه، نه گپای نفرت، نه گپای دشنام، نه گپای نعوذ بالله آزار دهنده و اذیت دهنده. قرآنی توصیه را میکنه. یعنی یک مؤمن بعد در زندگی علمی و عملی خود مکمل پابند دستورات الله متعال باشه. بعد از میگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. 2 مهمترین عبادت الله را برای ما ذکر میکنه. یکی تعلق با الله را قائم میکنه که نماز است و یکی تعلق با مخلوق الله که زکات است. اگر برنامه های الهی عملی شود شما میبینی که کل مشکلات ها حل است. لیکن الله متعال زم یا بدی بنی اسرائیل بیان کرد که ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد از شما اعراض کردی، دستورات الله را گرفتی با وعده محکم، لیکن شما عمل سرش نکردی. ما شما وعده محکم کردیم با روان کردن الله پیغمبر خود به ما، وعده های ما محکم شد، قرآن تکمیل شد، معجزه رسول الله تایید شد. بعد از باز ما بعد سرپیچی نکنیم، این دستور دین خود بدانیم، خود به خود سرش عمل بکنیم. با این سعی نکنیم فلانی عمل میکنه نمیکنه. اکثر مردمی طور فکر میکنه یک مکی عمل کنم چی؟ تو مسئولیت در دایره خود داری، تو عمل بکن. دوم عمل میکنه نمیکنه کاری تو نیست. از همون خاطر است حکومت اسلامی به می خاطر است که کدام فرد سرکشی که خود آماده به انجام اوامر الله نمیشه، بعد حکومت و عدالت اسلامی او را زیر فشار بیاره. چرا که در فرد یک نعوذ بالله دانه سرطان پیدا نشوه که سبب سرایت به دیگران شوه، او را نگذاره. در نظام مقدس اسلام دستور زندگی به این سیستم جور شده. از فرد شروع میشه، اصلاح جامعه توسط چی میشه؟ کنترل قوی حکومتی که کلگی به او قانون تسلیم است. لیکن افسوس است امروز نه نظام شورا وجود داره، نه اهل حل و عقد وجود داره، نه مردمای خبره و دانشمند و که از الله ترس داشته باشه وجود داره. مشکل جامعه ما است. به نام مسلمان هستیم، حتی هر فردی ما در زندگی فردی خود قانون الله را سر خود تطبیق نکرده، اجرا نمیکنیم. نماز یک وظیفه فردی هر فرد مسلمان است، به وجه درستش انجام ندادیم. سلام یک وظیفه فردی است، به وجه درست انجام نمیدیم. به طور مثال میگم، آلی الله متعال مذمت دیگه بنی اسرائیل بیان میکنه. او کدام است؟ اصلی گپ کجاست؟ انگیزه عملی کردن احکام الله متعال باید انگیزش اطاعت الله باشه، که ما حکم الله را عملی میکنم. او هر عملی که انسان انجام میده به این خاطر که الله از پیشم راضی شود، اگر این نیت و هدف داشته باشه این عمل همیشه اجرا میشه، ترک نمیشه. که بس اوقات این را اجرا کنه، بس اوقات اجرا نکنه. چرا؟ الله خو هر وقت خبر داره و پاداش برات میده. از این خاطر تو اگر کسی ببینه اگر نبینه این عملت ادامه میدی. یعنی اجرا کردن حکم الله به انگیزه اطاعت الله شوه، نه برای لحاظ کردن منفعت مادی و دنیوی خود. وقتی حکم الله را عملی میکنی این مقصد نباشه که منفعتم ده او است. چرا؟ اگری طور باشه باز کدام حکم که تو منفعت داری و عملی میکنی که نداری. نه. امروز اگر ما نظر بندازیم عوام ما مکمل اینمی آلت است. دیگه وقت حاجی صاحب تکبیرالله میگه که روزی توی بچه شما مولوی صاحبم برش میگه که حاجی صاحب فکری بگیری تو آدم خیلی نیک هستی، شهرت هم داری،
ساز از سرود در توی بچیت نبیاری، اختلاط مرد و زن نباشه، در هتل اسرافا نکو. لیکن اینمی عجیب چیسته مرگی میگیرشه، میگه یک روز توی بچیم دارم من نمیتونم. معلوم شد که عمل کردن ما احکام الله صرف به خاطر موافقت طبیعت ماست. اما حکم عملی میکنیم که موافق طبیعت ماست و دوی منفعت مادی ما وجود داره، منفعت شخصی ما وجود داره. در جایی که منفعت شخصی ما در نظر خود ما در ظاهر در تصادم واقع میشه، باز حکم شریعت پیش ما وجود نداره. مثل که یک آدم از ملا سوال میکنه که یک مقدمه را دعوا را که قائم میکنه در محکمه، اول میره پیش ملا، اول سوال میکنه که میبرم یا نه. اگر برش گفت که میبری، باز ادامه میده دعوای خدا. اونجا چیخ میزنه که در شریعت فیصله میکنیم، در شریعت فیصله میکنیم. اگر بفهمه که نه من نمیبرم، باز یک روزم نمیگه که با شریعت فیصله میکنیم، میگه نه صلح میکنیم، میگه نه بیای جرامت کنیم. ببینی اینی ایمان ماست. اینی محور عملی کردن احکام الله باید محبت امر الله باشه، امتثال امر الله باشه، اجرا کردن حکم الله باشه، نه مصالح دنیوی. یکی از اسباب مذمت یهود یا صفتای قبیح یهود ای بودن که فقط منافع شخصی را در نظر می گرفت. اگر منافع شخصی بود حکم الله اجرا، اگر نبود نه. چرا؟ الله متعال 3 دستور داده بود. اوس و خزرج دو قومی است که از دو برادر هستند، در مدینه آباد هستند، مشرک هستند. یهود از دیگه طرف آمده در مدینه آباد شده به این نیت که یک روزی وطن مهاجرت پیغمبر است و ما به همراهی پیغمبر اینجا سر مشرکین غالب می، حکمت از ما میشه، قدر و قیمت از ما میشه، ما یاران پیغمبر شمرده میشیم. امو خیریت و برکتی که در تورات مطالعه کرده ای به ما حاصل میشه. اونجا اینطور کار کردن که وقتی اینجا زندگی را اختیار کردن، اوس و خزرج خود بین خود زده رایی بودن، سالا جنگ میکردن. اینجا یهودم دو فرقه شدن. الله بدیشان به این بیان میکنه که شما خود صاحب کتاب هستی، چطور هم حلیف برای امر مشرکین میشه؟ چطور قطع از وقت قسمی میشه؟ یکی تان با یک دل مشرک یک جای میشه، دیگه تان با دل مشرک دیگه. اولین مذمت و بدی از ای بود که بجای از اینکه اتکا به الله بکنه، لا تعبدوا الا الله، حکم الله را میده کرد، ولی لا تعبدوا الا الله نیست. اتکا به یک نیروی قوی و نیرویی که قدرتمند است و هر وقت قادر است، به او اتکا نکردن، به قومای کفار اتکا کردن. مثل که مسلمانای جهان امروز ما یا به بلوک شرق یا به بلوک غرب پیوسته هستند، نوکری کرده رایستند. بجای از اینکه اتکایشان به قوت و قدرت الله باشه، یا نعوذ بالله به قوتهای غرب و شرق اتکا کرده رایستند. این صفت مذمت یهود است. الله برش میگه که با وجود تورات شما چطور میره قطعی کفار هم حلیف و قسمی میشه؟ یکی تان قطعی، یکی قطعی دیگه. کسایی که با ناتو یک جا هست امروز قطعی که میجنگه، قطعی مسلمانی که دفاع از کشمیر میکنه، از سوریه میکنه، از چچن میکنه، قطعی از وا جنگیده رویسته. چرا؟ من هم حلیف ناتو هستم. این جنگ تو جایز است که هم حلیف شدی با کفار؟ تو یک جا شو برو مسلمان کشته برو، سری خانش تجاوز و تعرض بکن، باز خود مسلمان هم بگی. این کدام اسلام است؟ در کدام کتاب آمده؟ اولین مذمت بنی اسرائیل که الله در اینجا در این آیاتایی که فعلا میخوانیم بیان میکنه ایسته که یا هم حلیف کفار واقع شدن، حالان که خود نیرو بودن، قوت بودن، چی ضرورت داشتن؟ بنو قریظه و بنو نذیر. بنو قریظه امرای اوس بود و بنو نذیر امرای خزرج، یا قسمی هر کدامشان قطعی پارت یک جا شدن. آلی قاعده خود تورات دی بود، الله برشان گفته بود که شما خونه‌تان در بینتان نریزانه، مثل که ما مسلمان‌ها را گفته خونه در بینتان نریزانه. الله متعال ما را میگه که دیگه خود چرا قتل میکنی؟ چی گپ است؟ برای چی جنگ میکنی؟ چرا میکشی یکی دیگه تانه؟ اونجا خود جنگ در بین اوس و خزرج میشد. خیر قطع اوس بنی قریظه، قطع خزرج بنو نذیر، لشکری از وان بود. جنگ که شروع میشد، خودتون معلوم نمیشد که اونجا بنو نذیری بخیزه مرمی را فقط در مقابل کی اوسیا بزنه، بنو قریظه ها که قومای خودش است، اهل کتاب است، سوره زده نتانه. جنگ است، میایه و کشته میشه، او اسیر میشه، او از خانه کشیده میشه. 3 حکم الله برش گفته بود، بینتان کشتن نکنی، از خانه نکشی، و دیگه اگر یکی از جمله اعظمی اهل کتابتان کدام جای اسیر میشه، شما کلی اهل کتاب مکلف هستی برای رهایی و خلاصی از او.
یک مثال خوب براتان میگم. یک مثال خوب جنگ است، آل مسلمان مثلا امریکا و روسیه با هم جنگ داره، آلی دو مملکت مسلمان، پاکستان قطعی یکیش استاد شد، افغانستان قطعی دیگهش استاد شد. قاعده خویسته که پاکستان افغانستان یک مملکت اسلام است. اگر یک فرد پاکستانی افغانی اسیر خطی کفار شد، بعد کلگی متحد شد، اسیر از هر کافر باید خلاص بکنه. این نبی یهود وقتی که یکی از امی قومایشان یا اهل کتابشان اسیر میشد، یا بنو نظیری امرای اوسیا قیدی و اسیر میشد، یا بنو قریظه والا قطعی خزرجی اسیر میشد، باز کلگی یک جای میشدن، پیسه را جمع میکردن، اما اهل کتاب از زمین دلی مشرکین آزاد میکردن، او را آزاد میکرد. خو امی آزاد کردن هم به خاطر رضای الله نبود که حکم الله را انجام بده، پیسه را زیاد جمع میکرد. به این خاطر که پیسه را زیاد جمع میکرد، مثلا قیدی قطعی خزرجی است، بنو نظیر خو امرای خزرجی قسمی هستند، پردارشان است. اینمی خزرجی چی میکرد؟ بنو نظیر چی میکرد؟ پیسه را زیاد جمع میکرد، او را از گو و موی ده چی میداد؟ ده خزرجی ها میداد، خو او اسیر اعلام میکرد. 10 لک جمع کرده بود، 50,000 داده بود، 9.5 لک روپیه را دیگه در جیب خود میزدن. فایده شان بودی کارا میکرد. اگر همی فایده نمی بود، اما اسیر خدا اعلام میکردن. الله متعال بدیع اهل کتاب بیان میکنه که اول انگیزه اطاعت شما محبت الله و اجرای حکم الله نیست، انگیزه عملی کردن حکم الله از شما فقط مصلحت دنیاست. یکی بود. دوم است که تعجب است، یک حکم قبول داری، ای را انجام میدی، اجرا میکنی، لیکن دو حکم دیگر که قتل و از خانه کشیدن است، ای را منع نمیشی. الله خو از اون تو را منع کرده که قتل نکو، کس از خانش نکش، لیکن تو اردو را در قصیش نیستی. اگر حکم الله است خو ارسیش حکم الله است، ارسیش باید عملی بکنی، نه که یکیش عملی میکنی دوره نه. این مذمت یهود بود به خاطر ازی که تبعیض در احکام الله متعال آورد، قانون سری خود تطبیق نکرد، بلکه او قانون سری خود تطبیق کرد که دو منافع شخصی و مادیشان بود. امروز اگر ما در وضع مسلمانان نظر بندازیم، شما باور به الله بکنه یک نقطم این طرف و طرف پیدا نمیکنه، مثل یهود و نصارا واره، مثل اهل کتاب واره، دیگه چیز نیست. امی گپ است. مسلمانان قطعی کفار کمر بسته استاد است، کمر بسته استاد است. واخو خوب بودن یهود، اما اسیری خود آزاد میکرد، آل مسلمانی ما میره، مسلمان از خانش میکشه شو او در دست کافر میده، در دست کافر میده. اینطور نمیکنه که لا اقل خلاص کنه، شد تلاش بکنه که اینمی خانواده خود کلش هلاک میشه. این مرد از زیر ما بردیم بندی کردیم، سیاسرا چی میخوره؟ این اولادای خورد که چی میخوره؟ من گاهی میگم به الله قسمه، دلارا را خود گرفته او جناب، ایرم دا یادید بگی کدام خانواده را اسیر کردی، طفلا اونجا باقی مانده، تو آهی و طفلا در سری تو نمیخوره؟ 4 روز اولاده که تا در بلدنگا ناز و نزاکت بده، سیسته که موترک داری و کش و فش داری، روزی قیامت به الله جواب میدی به ای اطفالی را که تو اونجا یتیم ساختی. با دستی کی دادی؟ یهود و نصارا دادی. با دستی یهود و نصارا دادی، با کسی دیگه هم ندادی. با میلیون ها مردم مسلمان از دستی امی مردم مسلمان در بندای کفار تیر کرده. کدام حالتی نیست که سر مسلمان ها در بندی خانان آمده، جنایاتی که تاریخ میشرمه از او، جنایاتی که تاریخ میشرمه. ما ایران ماندم، اگر شما استخبارات استخلا اقل امور در اینترنت ها ببینی که اما سر مسلمان ها کدام کار میکنه، اما کارا انسانی است. وجدان در وجدانتان نمیشرمه؟ اگر شما دین نداشته باشید لااقل وجدانتان بشرمه که آیا ما قتل کفار چی بکنیم؟ قتل کفار امرایی کنیم یا نکنیم؟ خود تیر میشه. این دنیا به الله قسم تیر میشه. عمر اگر 100 سال شود 200 سال شود تیر میشه، لیکن یک روز استاد میشی پیش الله متعال. به الله قسم اگر به یک نماز خواندنید خود خلاص بتونی یا به یک کلمه خواندنید، اسلام دین جامع است. اینطور نمیشه که یک حکم بپذیری، نماز بخوانی، لیکن باز دوستی را یک مسلمان به کافر تسلیم کنی. الله بدیهی بنی اسرائیل به می خاطر بیان میکنه.
امی وضعیت مسلمانای امروزی را در سطح دنیا شما ارزیابی کنه، امی آیاتای قرآن کریم سر کی صادق میشه؟ سر کی صادق میشه که امروز با کفار کی دست یکی کرده، قوت یکی کرده، هر جای مسلمان کوبیده شود، هر جای مسلمان ذلیل شود. و برادر اگر دشمنی قومی داری، دشمنی لسانی داری که با تأسف امروز در اوج خود رسیده، شما باور به الله بکنید جبهات که در هر جای گرفته شده، از عربستان گرفته تا هر جای جبهات روی قومیت قایم شده، روی قومیت، روی منطقه. اسلام مطرح نیست. اون همی بینی گروه ها را آلی خو مسئله شیعه و سنی برآمد، اون در حد نهایتش رسیده. شما خود میبینی که چرا؟ علتش چیسته؟ علتش نمیسته که اینی مسلمان اینی کتاب الله را پرچه کرد، این کتاب الله را در پشت سر انداخت، این کتاب الله را تصدیق نکرده، واقعا ایمان سری قرآن نداره. با قرآن ایمان داشته باشه چرا؟ فرق در بین پاکستانی و افغانستانی هست چی؟ فرق در بین تاجیک و پشتون هست، ازبک و هزاره هست. از کجا فرق پیدا میشه؟ فرق در بین سوری و تونسی هست، فرق در بین مصری و عربستانی هست. فلسطینی طفلش هم باید حلال شود، طفلش. آیا اگر سری فلسطین تجاوز میشه، قبله مسلمان ها گرفته میشه، جهاد فرض میشه؟ جناب عربستان اونجا میری در یمن بمبارد میکنی به خاطر ازی که ما از حکومت مشروع دفاع میکنیم، اینجا قبله مسلمان ها گرفته میشه. به نام اسلام ملت اسلام جمع کو در مقابل اسرائیل جهاد کنی، چرا نمیکنی؟ ببینیم که حرکت ها به کدام نیت شروع میشه، مقابله به کدام نیت شروع میشه. به نیت اسلام نیست، به نیت قایم کردن نظام الله نیست، به نیت های گروه بازی است. از همون خاطر است در به در، خاک به سر، ذلیل و رسوا مسلمان ها در هر جای هستند. با قرآن عقیده نداره که قرآن چی دستور برای ما میده و این قانونی ماست، ما باید زندگی مطابق ازی بکنیم، نمیکنه. بیایید بنی اسرائیل الله علی مزوتش بیان میکنه. چی میگه الله؟ و اذا خذنا میثاقکم، قابل یادآوری است. هر حکم الله قطعش وعده محکم هم گرفته از زمین بنی اسرائیل، لیکن نادیده گرفته، در قصیش نیسته. در آن وقتی که قابل یادآوری است، در آن وقتی که گرفت ما وعده محکم از شما، چی را گرفته؟ لا تسفکون دماءکم، خونایتان نریزانه. کسی خونی خودم میریزانه؟ بله. لا تسفکون دماءکم، خونایتان نریزانه. بعضی مردم ها در دنیا پیدا میشه که کشتن خود ثواب میدانه. در این دو امیال فعلا موجود است که خود کشتن ایره ثواب میدانه. الله متعال میگه خدا نکشه، خودکشی حرام است، خودکشی حرام است. هر کس خودکشی میکنه گناه کبیره است. با کدام نحوه که خدا کشته تا روز قیامت به من نحوه الله عذاب داده میره. با کارت کشته خدا هر لحظه قطعی کارت خدا کشته میری تا که قیامت قایم شود. خدا در داده، خدا همینطور در داده رویستی تا که قیامت قایم شود. از کو غلطان دی، از کو غلطیده میشه نمی قسم. زهر خوردی، زهر خورده میروی. خدا از بالا ویزان کردی و نموره اینمی قسم است. سخت وعید در این مورد آمد. در رسول الله صلی الله علیه و سلم جنازهش نمیخواند، اما مسلمانان را امر میکرد که جنازهش بخوانه. چرا؟ گناه کبیره انجام داده، مسلمان است لیکن گناه کبیره انجام داده. انتحار امیر میگه که آدم از زندگی خود تنگ بیا، از روزگار خود، از نب برآورده شدن هدف خود تنگ بیا. باز میگرفت در اون زمانه و قدر اسباب و وسایل دیگه نبود، میگرفتن رسوان در گردن خود مینداخت، از بالا خداویزان میکرد. این انتحار میگه، خودکشی از جهت ازی که تنگ آمده از زندگی خود، فشار سرش آمده. مثل که عالم در بسا موارد زن از شوهر خود خیلی زیاد تنگ آمده، خود در آتش انداخته، قطعی کارت زده، زهر خورده، دوا نوشیده. دختر از پدر تنگ آمده، بچه از پدر تنگ آمده. یک آدم هدفش برآورده نمیشه. اکثر دخترای جوانی که دین نداره، بچهای جوانی که دین نداره، همین کارا را میکنه. انتحار کسی که عقیده به الله داشته باشه، خب قوی و محکم این کارا نمیکنه. چرا که مشکلات و مصیبت ها از جانب الله متعال است. هر قدر سختی سر انسان بیا، این دنیاست، دنیا چند روز است، خیر است. همین سختی دنیا را باید ما متحمل شویم، باید تحمل کنیم همین گپا.
لیکن وقتی که اونمو هدفش برآورده نشه خودکشی میکنه. از همون خاطر اکثر مردمایی که کارا را میکنه ببینه ریشه یابی کنی او مردمای متدین نمی باشه. خلاص یک انسانی مادی پرست می باشه. از همون خاطر است که در دنیای غرب این مسئله آنقدر زیاد است که پرسان نکن. افغانستان یک مملکت بلا دیده، بلا کشیده، ظلم دیده، انواع مصیبت ها سری مردم آمده، اما آمار 30 ساله انقلاب افغانستان جمع کنی در برابر 1 سال از انتحاراتی که در امریکا و در انگلستان میشه نمیرسه. کل 30 ساله را جمع کنی. به خاطر ازی که مسلمان هر قدر سختی سرش میایه بازم پشت پناه داره، اتکایش به الله متعال است. لا اقل این قدر تسلی به خود میده که الله در برابر این مصیبت برم اجر میده، برم عوض میده در آخرت. از او خاطر دست به خودکشی نمیزنه. خودکشی منع است. چرا؟ به خاطر که نفس تو ملکیت تو نیست که تو هر نوع تصرف دیش میکنی بکنی. نفس تو ملکیت الله هست، برای تو فقط در محدودش اجازه داده شده که چه رقم تصرف قطعی نفست بکنی. از همون خاطر وقتی جنایت و گناه میکنی ظلم سری نفس خود میکنی، تو نفس خود به عذاب الله پیش میکنی. توی حق نداری، به کسی اجازه داده نمیتونی که مرا بکش. این غلط گپ است. به کسی اجازه داده نمیتونی دستی مرا قطع کن. این ملکیت تو نیست، این ملکیت الله متعال است. از اون خاطر کار کردی جنایت عظیم انجام داده. اگر حلال بدانی کافر هستی، اگر حلال ندانی گناه کبیره را کردی. و کسی که کار میکنه با اونمو عذاب مبتلا است تا که روز قیامت بیا. یکی انتحار است، یکی استشهاد است. طلب شهادت، طلب شهادت از طریق کدام امر دنیا تنگ نامده، زیر فشار نیست. او به خاطر حاصل کردن رضای الله متعال برای قربانی دادن به خدمت دین الله خود آماده میکنه. این استشهاد است. فرق باید بکنیم انتحار و استشهاد. دوستای مسلمانی ما دانی خود کاچی کاچی میکنه، همیشه کلمه استشهاد هم استعمال کرده نمیتونه. انتحاری حرام است، انتحاری حرام است، انتحاری اینطور است. هر کس انتحاری میگه. پیش الله رفته نیستی مفتی صاحب؟ چقدر معلومات داشتی که تو میگفتی؟ چرا اینطور میکنی؟ استشهاد جایز است لیکن به شرایط. ما ایرا در ترجمه قبلیم گفتیم، حالی هم میگم فرق است بین انتحار و استشهاد. استشهاد به خاطر رضای الله میشه، نه برای از اینکه فشار سرت است، تنگ آمده ای، روزگار تو را نمیگذاره، مشکلت حل نشده، هدفت برآورده نشده. او به خاطر حصول رضای الله متعال است. و نمونه از این مکول در سلف ما در صدر اسلام وجود داره. صحابه پیش شده به چشمی سر میبینه که در این جنگ داخل میشم کشته میشم، او پیغمبر برش گفته که جنت برات است. بسیار موارد در این مورد است. الله خود میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم چیستم اموالهم بان لهم الجنه. الله میخرن نفسی تو را به این شکل که خود انفجار بده. در تاریخ گذشته ما اینطور مورد نداریم. ضرورت برش نبود، ضرورت برش نبود. امروز سلاح پیشرفته شده، دشمن نمیتونی که خود برسانی، لا اقل قطی مرمی خطش جنگ بکنی. دشمن دیگر راه نداری. شما در مقابل امی قوت ها و امی اسلحه که امروز یا استعمال میکنه، کدام چیزی دیگری را مؤثر پیدا کنی برای ما؟ هیچ چیزی دیگری امروز که دنیا را در زانو شانده. امی عراقی ها وقتی که این کفار آمد دنیای غرب در عراق داخل شد، عراقی ها باید چی میکردن؟ از کدام اسلحه کار میگرفت؟ در کجا پنهان میشد؟ چی میکردن؟ از او خاطر شرط داره استشهاد. اول خاص به خاطر رضای الله باشه. اگر به خاطر نام، نشان، پول، پیسه ای گپا باشه، این حرام است، گناه کبیره است، جایش جهنم است اگر الله نبخششه. یک شرط. دوم شرط راه دیگری برش موجود نباشه. اگر راه دیگر برش موجود باشه میتونه مبارزه را بدون خود انفجار کردن، قطعی کافر مقابله را کرده میتونه، باز ای را برش جایز نیست. چرا خود هلاک کنی؟ زنده باشی مقابله با کفار بکنی خوب است. دو سوم ایسته که امی عمل کرد سری کافر سری دشمن مؤثر هم باشه. اگر مؤثر نباشه باز برای تو حرام است. چرا؟ خودم میکشی او بازم سری دشمن تاثیر نداره. چهارم ضررش به مسلمان زیاد نباشه از عمل کردی ازی کرده. وقتی 4 شرط پوره شد، این را استشهاد میگه و این بالکل درست است. دنیا ای را نگوید.
مسلمانا را فریب نده. اینی شرطا پوره شا بالکل استشهاد درست است. او الله متعالی را منع نکرده، قرآن دستور داره به این. چرا که تو الله از پیشت میخره می چیزه. وقتی اسلام در خطر میشه، امروز دنیا کفر سری زانی چی چیز شانده دیگر راه نداره. خب حالی اینجا چرا الله متعال میگه لا تسفکون دماءکم، یا خون بعضی مردم ها خودکشی میکنه، الله میگه نریزان خونایتانه. یک توجیه. دوم توجیه لا تسفکون دماءکم، اسباب خونریزی خود برابر نکنه. اسباب خونریزی خود برابر کردن مثل که خودت کشته باشی. چی رقم؟ اگر زنا بکنی، زندار هستی، شوهردار هستی، زنا کردی، اسبابی چی را بری خود آماده کردی؟ خونریزی ختری خود برابر کردی. چرا سنگسار میشی؟ چرا سنگسار میشی؟ دوم یا مرتد میشی نعوذ بالله. وقتی از دین اسلام منکر میشی، ملحد میشی، انکار میکنی، اسباب خون ریختن تو بری خود آماده کردی. سوم یک نفر قتل میکنی، آلی اسباب خون ریختن کی برابر کرد؟ خودت. از او خاطر الله میگه ولا تسفکون دماءکم، خونایتان نریزانی. اینطور اسباب را اختیار نکو که او سبب قتل خودت شوه، ریختن خونی خودت شوه. دو توجیه. سوم توجیه لا تسفکون دماءکم، با زبردستا که زوری تم نمیرسه میخیزی ناحق مقابله را شروع میکنی، این چیزم نمیتونی. از او خاطر جهاد وقتی مشروع میشه که لا اقل تو بری خود جای پناه داشته باشی، لا اقل از خود دفاع کرده میتونی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا که در مکه مکرمه بود امر نکرده بود به جهاد، هیچ صحابی را دستور نداده بود تا وقتی که یک جای پناه در مدینه پیدا شد. از او مردم تعهد گرفت که شما در هر حالت از ما دفاع میکنین نمیکنین. وقتی اهل مدینه تعهد کرد، بعد از او پیغمبر علیه السلام امر جهاد داده و جهاد فرض شده. اینطور نمیشه یک آدم زوری شیش نمیرسه میره قط یک زبردست تو آدمی ظالم شروع میکنه من قط تو اینی کارا میکنم. این دیست تو صورت خونی خود ریختن است، یعنی خودت خونی نریزان. چهارم توجیه است که این جمرات خون ریختن نفس خود نیست، دیگه برادر است که دیگه برادر خونیش نریزان. خیر چرا تعبیر به خونی خود کده؟ اگر مسلمان بدانه وجود برادر مسلمانش عین وجود خودش است. پیغمبر علیه السلام میفرمه که مسلمان ها چی است؟ در ترحم خود، در الفت و مهربانی خود به مثل جسد واحد است. به مثل چی است؟ یک جسد است. یک جسد. مؤمن اجتماعش کل افرادش حیثیت یک اعضای بدن داره. یک اعضای بدن داره. خون ریختن یک برادر مسلمان عین خون ریختن خودت است. از او خاطر این کل توجیهات در این آیت درست است. الله متعال از بنی اسرائیل لوز و تعهد گرفته بود که خون نریزانی. یک امر. دوم نهیه ولا تخرجون انفسکم، نکشه نفسایتانه. باز اون متوجهات است. خود نکشه، خود نمیکشه از خانه ها. نکشه برادرایتان از خانه هایشان که میره پشتیبانی کفار میکنه، قطع از یک جای میشه، میای این مردکر از خانش میکشی، بی زندگی میکنی، بی خانه میکنی. این کار نکن، تجاوز است. معلوم شد زندگی یک مسلمان عیناً حیثیت آبرو و نفسش داره. مثل که نفسش قدر و قیمت پیش تو داره، باید تو احترامش داشته باشی، زندگیش هم احترام داشته باش. بدمنی را سرش نبیاری. اگر یک همسایه اینطور یک وضعیت اختیار میکنه که سبب اذیتی همسایه میشه و او مجبور میشه به کوچ کردن، این دی داخل است. شراب نوشی را، ساز و سرود اینطوری ها را شروع میکنی، همسایه را تنگ میکنی، آلی او میره. این کشیدن از خانه هاست. دینی جرم کلگی شریک است. کسایی که همسایه خدا به یک وجه نه از یک وجه وضعیت طوری اختیار میکنه که سبب کشیدن از او میشه. الله متعال میگه که مؤمن به امن برای پالوی تو باید زندگی بکنه. تو برای از او امن دادی، هیچ نوع لحاظی نعوذ بالله بعزتی از او را نکنی که او را بعزت بسازی. هیچ نوع امری را اختیار نکنی که سبب نعوذ بالله اذیتی از او شوه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام میگه المؤمن
من امنه الناس فی ماله و عرضه و نفسه. مؤمن کامل مؤمن است که مردم دیگه او را مامون بدانه، مکمل از پیشش خوف و خطر احساس نکنه، هم در مورد مال خود، هم در مورد آبروی خود، هم در مورد نفس خود. در دیگه جای پیغمبر علیه السلام میگه که چیستا لا يدخل الجنه، داخل نمیشه در جنت کسی که من لا یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایش از اذیت و آزارش به امن نباشه. پیغمبر علیه السلام تا این اندازه تاکید در مورد همسایه، لحاظ همسایه کرده که آزار و اذیت داده نشود، چی جای از که قتل و خونریزی یک کسی باشه. از او خاطر از خانه کشیدن یک مسلمان یک جرم عظیم است، گناه کبیر است. این در او شریعت هم بود، در این شریعت هم همونطور است. الله متعالی بنی اسرائیل گفته بود نه خونه بریزانه و نه از خانه بکشی. سومش ثم اقررتم، بعد از شما اقرار کرده و انتم تشهدون، باز شما چیسته شاهدان بوده امی گپه، چرا که الله وعده محکم گرفته بود که اینی را عملی بکنه. ثم انتم هؤلاء، باز امی شما بوده که تقتلون انفسکم، قتل کردی نفسایتان. مراد از نفس برادرایتان، چرا که دو طایفه شده، یکی تان قتل یک دلی مشرکین استاد شده، پرادار شده، دیگه تان قتل دیگر دل. وقتی که جنگ میچسبید حتما در یک جانب بنو قریظه بود، در یکی بنو نذیر. حالا که بنو قریظه بنو نذیر کل شردوش یک اهل کتاب است، یک حکم داره، اونجا قتل آمد. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، شما میکشیدید یک جماعت از خانه هایشان. چرا که اگر بنو قریظه امرای اوس غالب میشد سری خزرج، بنو نذیر از خانهایشان کشیده میشد. اگر بنو نذیر قتل خزرج کامیاب میشد، بنو قریظه از خانهایشان کشیده میشد. خب شما جنایت میکنه به هم بستگی دیگه کسا. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، سیکو در مقابل قوم خود شما کمر بستگی میکنی یا پشتیبانی میکنی علیهم، در مقابل قوم خود به امرای فریق مخالف. بالاسم هم به گناه که نافرمانی الله را کرده، الله گفته بودی کار را نکنه. والعدوان تجاوز هم میکنه و مردم را حتی حق زندگی نمیده که در خانه زندگی کنه، میکشیش. خب این دو امر خو الله براتان گفته بود، برخلاف شما این کارا را کرده، بعد نمیکرده. کمر بستگی اوس و خزرج نمیکرده شما اهل کتاب، قتلشان هم حلیف و قسمی نمیشده، دست قتل از یکی نمیکرده. شما لااقل خود بی‌طرف باقی میماندی که در بین خود قتل و قتال خود نبیه. او سوم امر و ایاتوکم اسارا، اگر می آمد اسیر تفادوهم، باز شما فدیه میدادی. عجیب است، او دو کاره که الله منع کرده بود او را در سر نرسانده، اما که گفته بود اگر کدام اسیر شد باز شما او را خلاص کنه، در این مورد دیگه آماده استی. تفادوهم فدیه میدیشه. حالا که تو یک امر الله را اجرا میکنی، دوی دیگر را چرا نمیکنی؟ و هو محرم، شان سخنی است که حرام کرده شده بود علیکم بالای شما، اخراجم کشیدنی امی اهل کتاب و اقربایتان، کشیدن قومیتان همسرتان حرام بود. پس وقتی کشیدن حرام بود، ریختاندن خون خو به طریق اولا و هر دو سرتان حرام بود، او را چرا مراعات نکرده؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا شما عقیده داری به بعض کتاب و تکفرون ببعض؟ یکیش قبول داری یکیش نه. اویرم که قبول داری به این خاطر قبول داری که پول زیاد جمع میکنه، یک کمی عوض فدیه را میده، دیگه شده جیب میزنه. اینم به این خاطر، نه به این خاطر که ما مامور از جانب کیستیم؟ الله متعال استیم. اینطور نشود. چرا؟ این دین گفته نمیشه و این بدبختی دین است که بعضی حکم مطابق هوا و هوس بپذیر، یعنی این حکم اجرا به خاطر میکنم که منفعت شخصی است و دیگه حکم قرار میگذارم. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض نیست. امروز ببینید نه تنها در یک معامله، بس ها معامله ما دوچاری موضوع استیم، بس ها معامله. دمی هتل که رقص هم آورده، ساز هم آورده، اختلاط مردوزه نام است، در نماز دیگر شروع کرده تا 3 بجه شب رقصانده، نه نماز دیگر خوانده شده، نه شام خوانده شده، نه خفتن. کل نمازهای الله را قضا کردی. این حلال بود چی؟ لیکن باز پشت ملا میایه میگه بیا نکاح را بسته کن. ملای ناملا خو نمیگه که نکاح در کجا بسته میشه، دمونجا که ساز و سرود است. لا قلمی قدر بگه که مردکه چی میکنی نکاح را بسته میکنی؟ نکاح چی به درد میخوره؟ توافق آمده هونه، ساز و سرود شروع است، دول و دنبق شروع است، کلشان موافقه داره. سنور همون طور ببر، ایجاب و قبول چی مطلب داره؟ موافقه آمده. همین مردکه برش میگه که وی زنا میشه. خب زنا شود دیگه، چی نقص داره؟ برای تو زنا فرق داره؟
حرام است. خو زنا حرام است، سنوی طبیعی ایجاب قبول نمیبری، ملا را میبری نکاح را بسته میکنی به خاطر از اینکه حرام است. یکی رقصاندی دخترا و ای ناموسای تا قطی مردا قطی سازندا، ای حلال بود چی؟ شما بگوی ای آیت سری کی صادق میشه؟ فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. ما دیگر روز میشینیم لاف میزنیم که من مسلمانی چون بیستم. کدام مسلمان؟ یکیش حرام میگفتی دیگهش نه. من میگم نه، اگر او بچه قطعی و دختر زنا میکرد یک گناست. چند گناست؟ خب به الله قسم فوت شدن و قضا کردن یک نمازی اینقدر هزار مردم، اینقدر جنایت بزرگ است که پدر نیکیت هم جمع کرده نمیتونه. میفهمینی؟ این دیگه بیابی و فحاشی و عیاشی را خوب بگذار، این اسرافا را خوب بگذار، این خودنمایی ها را خوب بگذار. زنای امو بچه قطعی امو دختر احوان است، خفیف است گناهش از اینکه اینقدر مخلوق یک نمازش قضا میشه. یک نماز خبرداری نه؟ او مسلمان زمینه را تو مساعد کردی برش که نماز نخوانن. 10 دانه صوفیگکا باز میبره میره از ساز میره اونجا دمی اوتلام یک گوشگک که مسجد به نام مسجد داره، زود کده علایده به خود نماز میخونه، نازان است نه اقامت. لیکن همی قدر زنا که آمده بود در کجا نماز خوان؟ قلوچ که رقصا کردن، این در کجا بود؟ این کدام دین است؟ باز میگه اولاد نافرمان است. تو شب اوله به معصیت الله گذاشتی، این اولاد باید اینقدر خطاکار، ظالم، قاتل، بدبخت، شرابخور، قمارباز، فحاش، عیوش پیدا شوه که هیچ پرسان نکن. به خاطر ازی که اول شبید بود. خشت خانواده تا به معصیت و گناه و فحاشی گذاشتی، باز گله داری که اینطور گپ شده. اگر ما به خود بگیریم بشینیم بنی اسرائیل ملامت کنیم یا آیاتای قرآن کریم سری کی صادق میشه؟ ملاها میگه مولوی صاحب یا آیاتا را سر ما میچسبانه. من نمیچسبانم، سرت میچسبه بیادرم. من نمیچسبانم، میچسبه سرت. تو ملا که آمدی اینجا نکاح بسته کردی، تو چرا آمدی ملا؟ چرا همین جواب ندادی؟ که او در نصف شو 20 مسجد میگشت که ملا را میگفت بیا قطعا نکاح بسته کن. ملا صاحب سوال میکرد کجاست؟ در کجا بسته کنم؟ در فلانی هتل. حاجی صاحب نمیرم من. خودت ملا داری حتما، چرا ملای خود نمیبری؟ خوی ملا بنده کی است؟ عبد الدینار و عبد درهم است. اینقدر خوش میشه که ولا ازاری نخت میشه، اینقدر به توهین و تحقیر میارشه. از اون طرف خود موتر میارشه، باز از این طرف پاکتی دایی را برش پر کده. این بدبخت اعلام میکنه، او خود دلش باز دستر تکسیم نمیشه. تکسی خود در 2 بجه باز یکی بر 3 میگه. همینجا استاد میباشه تا که کدام خیراتی پیدا شوی را ببره این ملای بدبخت. این طور ملا را شما چی میگه؟ این ملا است یا عالم است؟ این عالم نیست. این خود نه لحاظ دین کرده، دین الله را نه لحاظ کی را کرده؟ 1000 خود کرده. 1000 سازنده در موتر به قدر آورده شده، در جیبش باور به الله کو که $1000 ندی خو اگر بروه و ساز و سرود دنبقش تو بالا کو در موتر به قدر ببر، به قدر پس ببر در جای دفترش. تو آجی چطور علی اسلامی تا در پیش الله پیش میکنی؟ ملا را به چه قسم آوردی و دول دنبکچی را چه قسم میبری و به او چه قدر دادی، به او چه قدر دادی؟ خودتان قضاوت کنی، بعد از او بگی که اسلام و مسلمانی چی را میگه. ما به الله تسلیم هستیم یعنی الله را میشناسیم، یعنی خدا میشناسیم، یعنی حدود الله را میشناسیم، یعنی الله در اینطور ما از رسول الله کده بالاتر هستیم. او 11 عروسی کرده، امی قسم عروسی کرده. ما از ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم کرده، هر کدامش 3 و 4 زن گرفته، بلکه زاید گرفته، وفات کرده دیگه گرفته. علی رضی الله عنه خیلی زنا گرفته. حسن رضی الله عنه بچه علی رضی الله عنه است، حتی در روایت تا 70 زن قریب میرسه که وفات کرده یا طلاق داده گرفته. از وقت زیاد هستیم. چی رقم توی کرده بود؟ چی رقم
عروسی کرده بود. آیت قرآن کریم سری کی صادق میشه؟ همین نمازه که تو میخونی به این خاطر نمیخونی که الله از پیشم خوش شوه، از دستی ازی که مردم تو را عیب بر نسبت نکنه. نگری سفید است مسجد نمیه، یقین بک اگر بروی در مسجد روزی که سریال باشه که یک لک جماعت باشه، اگر از جای دام بخیزی همونطور نیست. خیر اطاعت الله از به کدام انگیزه میشه؟ چه قسم میشه اطاعت الله؟ چه قسم میشه؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا شما عقیده داری ایمان داری به بعضی کتاب؟ و تکفرون ببعض، به بعضی دیگه منکر هستی؟ خب کسی که تبعیض در احکام الله میکنه و عملی کردن حکم الله را به انگیزه منافع شخصی خود میکنه، جزایش چیست؟ مسلمان ها امروز مصداق اینمی آیتا قرار گرفته. الله وعده داده که چه قسم زندگی را برشان الله نصیب میکنه. فما جزاء من یفعل ذلک، نمی باشه پاداش و عوض اینطور کسایی که اینطور کارا میکنه منکم از جمع شما، الا مگر می باشه خزی و رسوایی. یا چه قسم باشه؟ هر دو معنا درست است. فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا مسلمان ها رسوا هستند، رسوا تابع استعمارای جهان هستیم، یا از شرق یا از غرب یا از هر جایی که است. به خود اراده نداریم، تصمیم نداریم. هر جای مسلمان تعذیب میشه. قبله مسلمان ها توسط اینی قدر اسرائیل، اینی قدر برابر یک ولایت افغانستان نیست. جنایاتی که انجام داده میشه علیه مسلمان خودتان به چشم سر میبینی، به چشم سر مشاهده میکنی. خوی ملت های مسلمان کلش غلام دنیای ابرقدرت، تصمیم گرفته نمیتونه در یک مورد، تصمیم گرفته نمیتونه. الله ذلت آورده. و یوم القیامت یردون، اینطور نمیمانیم که دمی دنیا دمی ذلت تیر شود. در روز قیامت به عذاب الله پیش میکنه ما را. چرا ما نمیدیدیم احکام الله استهزا نمیشود، مسلمانات توهین و تحقیر نمیشود؟ اگر دیگه چیز نمی بود خود الله اقل سری ناموس خو غیرت میکردی، سری دینت خو غیرت میکردی، سری قبله خو غیرت میکردی، سری قرآن خو غیرت میکردی. خلاص پیش ما سوال میکنه دی، ما چی جواب داریم در مقابلش؟ و یوم القیامت، در روز قیامت یردون، بازگردانده میشه الی اشد العذاب، به سخت عذاب، سخت عذاب. و ما الله بغافل عما تعملون، این نقشه ها و کردارایی که شما داری الله غافل نیست، کلش درج میشه. تو چی میکنی، او چی میکنه، چی کارایی میکنی، چی نقشه داری، چی برنامه داری. اگر امروز از مردم، از نظر مردم پنهان است، جنایتت معلوم نیست، نیتت معلوم نیست، اراده و هدفت معلوم نیست، روزگاری میرسه که الله متعال این نقشه ها و برنامه تا در پیش رویت میندازه، در پیش مخلوق، در پیش مخلوق الله رسوا و شرمنده میباشی که قطعی کی شانه به شانه استاد شده در مقابل کی، قطعی کی استاد شده در مقابل کی استاد شده. اونجا چی طور میکنی؟ در دنیا خادم هر رقم تیر میتونه. اگر تاریخ هم نوشته نشد خوش هستی که برو جنایاتم پنهان شده پیش الله، در او مخلوق الله که تو استاد شوی، بسیار جای شرم است. نعوذ بالله که انسان در جمع مسلمان ها و موحدین قرار نگیره، در پالوی یهود و نصارا انسان استاد شوه. این بسیار سخت است، خیلی سخت است، بسیار. اگر کسی بدانه بسیار سخت است که مبادا نعوذ بالله انسان قطعی کفار حشر شوه به نام مسلمان، عمر در اسلام تیر شده باشه لیکن حشر امروی کافر شوی. هر انسان مکلف است میدانه من چی کنم و چی برای مناسب است. این هر کس میدانه. این زندگی اختیاری است، الله اختیار برای ما و شما داده، بعد انجام بدیم. عامل شکست ملت ها چی شد؟ بنی اسرائیل چرا شکست خود؟ چرا زبون شد؟ چرا ذلیل شد؟ در بین خود خانه جنگی را شروع کردن. الله گفته بود لا تسفکون دماءکم، یا شروع کردن زدن. امروز زمین معامله در بین مسلمانان نیست. عامل شکست ما چیست؟ دوم، ما را مهاجر نکنی یکی دیگره. مسئله منطقه و منطقه بازی نشوه که تو پاکستانیستی من افغانستانیستم. سرحدات اسلام هیچ
وجود نداره. هر کس در هر جای زندگی کرده میتونه. لیکن امروز همون سرحد است. همون سرحد و سرحد بازی است. تو برو افغانی در پاکستان از دست پلیسی پاکستان پوستی تا میکشه، پوستی تا جرم چیست؟ افغانیستی، خلاص پکل در سریت است. سوم، بنیه مالی مسلمان ها باید قوی باشه، مکمل هماهنگی وجود داشته باشه. مسلمان ها پراگنده است. کل اقتصادای ما جلوش در دست کیست؟ دنیای غرب. کل اقتصادا، همه چیزا. افغانستان آمد یا این قدر دلسوز است، این قدر ترحم و شفقت سری ما مردم افغانستان داره که بیا شفاخانه برای ما جور کنه، سرکا جور کنه، مکتبا جور کنه، ما را آباد کنه. یقین به الله بکو که ده چند از این افغانستان نبرده باشه، خو اگر مانده باشه. خبرداری نه؟ از سالی که آمده تا در بامیان در شار غلغله در بین دریا کار کرده رایستن تا امروزه او چی را برده؟ در معدنی های خیلی سری و مخفی هیچ چیزم باقی نماند، کلش انتقال داد. در بگرام که کانتینرها بسته می آمد، از هر جای چی را برده؟ مردم میگه خوش هستن یا کمک بر ما میکنه. این قدر بچه کاکایت است که بیا بری سری تو مصرف کنه. و دیگه که قرضنامه را جور کرده، دیگه که سالا باز مثل که در روسا رفتن به گدایی معاف کردن قرض روسا را، هم جنایت کرده بودن، هم میرفت حضورخواهی کردن که قرض بر ما معاف کنی. به الله معلوم که چقدر قرضا پشتی سر ما باز داینده در اولادای ما باقی مانده باشه، اولادای ما بیچاره اونجا غلام باشه از دست قرض. امروز خونه قند و قرود کرده مردم هر طرف خورده رایسته. خب کلی گپا از کجا پیدا میشه؟ که ما از کتاب الله دور زندگی کردیم، دستورات الله را نفهمیدیم، مطابق دستورات الله زندگی را اختیار نکردیم. اگر قرآن بفهمیم اینطور نمیشه. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل. دیگه مذمت بنی اسرائیل الله بیان میکنه. خب اولئک الذین مردمای هستند. عامل چیست؟ عامل همین قدر بدبختی ها که احکام الله زیر پای شوه، تبعیض احکام الله شوه، در قانون تبعیض بیا سری یکی تطبیق شوه، سری دیگه نشوه. این عامل چی است؟ عامل یک چیز است. امروز که هر قدر جنایت سری مسلمان میاد، عاملش یک چیز است. امو افرادی که دنیا را اختیار میکنه، دنیا را فقط بندی دنیا میشه، منفعت 4 روزه دنیای خود در نظر میگیره، آبرو و عزت برادر مسلمان دیگه خود در نظر نمیگیره، آبرو و عزت دین در نظر نمیگیره. الله این مرض هم بیان میکنه که اصلی مرض اینجاست. اولئک الذین مردمای هستند اشتروا الحیات الدنیا که برگزیدن خریدن زندگی دنیا را بالآخرت در مقابل آخرت. فلا یخفف عنهم العذاب. سبب کرده نمیشه از اینطور مردم عذاب. چرا که یا تنها زندگی دنیا را برگزیده بودن، هیچ عمل برای آخرت نکردن، در فکرش هم نبود. پس مردمایی که کلی سرمایه خود برای زندگی دنیا در خرج داده باشد، آخرت چی داره؟ از او خاطر از یا عذاب سبک نمیشه. ولا هم ینصرون، نمرایشان امداد کرده نمیشه از کدام طرف، به خاطری که جای امداد به خود نمانده بودن، یا در مقابل کل مسلمانان جنایات کرده که هیچ کس سفارش خواهی از این پیدا نمیشه. ولقد آتینا موسی الکتاب. یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام کتاب. و قفینا من بعدی. اینطور انتظام کرده بودیم که در مردم بدبختی پیدا نشوه، خلاقا پیدا نشوه، شریعت مسلسل تبلیغ و دعوت شوه. الله بدی دیگه بنی اسرائیل بیان میکنه که این مردم ها با وصفی که الله انتظام هدایت از یارا طوری کرده بود که خلا پیدا نشوه، لیکن این مردم اقدر لجوج، اقدر خودخواه، اقدر نعوذ بالله مادیات پرست که در قصه گپا نبودن. و قفینا من بعدی. ما پی در پی روان کردیم پس از موسی علیه السلام بالرسل و پیغمبرای دیگه. یک پیغمبر که میرفت، پیغمبر دیگه در جایش جاگزین میشد، دعوت و تبلیغ ادامه داشت، خلا پیدا نمیشد. و آتینا تا که دادیم به عیسی علیه السلام که آخری مرحله پیغمبر است در بنی اسرائیل، عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام بچه مریم، البینات، دلایل واضح و روشن برای نبوتش. و ایتنا، ما کم کرده بودیم، تایید کرده بودیم
عیسی علیه السلام به روح القدس توسط جبرئیل امین. افکلما جاءکم، هرگاه آیا می طور نبود؟ آیا می طور نبود؟ فکلما جاءکم، هرگاه که آمد برایتان ای بنی اسرائیل رسول پیغمبر به ما، به او شریعت، به او قانون، لا تهوا که خوش نداشت انفسکم نفسای شما، مطابق طبیعتتان نبود، استکبرتم خدا کلان تراشیده از قبول کردن از او، نپذیرفته قبول نکرده، ففریقا کذبتم، یک جماعت انبیاء علیهم السلام شما تکذیب کرده، گفته شما دروغگوی هسته، افواهات سر و صدا را شروع کرده به نام وهابی، و فریقا تقتلون، دیگر جماعت قتل کرده. همینطور نبود. یا فقط تقاضا زیر میکرد شریعت بیه لیکن مطابق خواسته ما باشه. ما مولای را کار داریم، چی میگه؟ ما مولای را کار داریم. در یک جای من در امامت رفتم، یک برادر تلاش کرده بود که مولوی صاحب اگر تو اینجا یک در پانتون نزدیک بود، در پانتون کابل، اگر اینجا امام شوی، نیت و اراده خوب داشت که اینجا محصلین زیاد است، همیشه درس تفسیر و حدیث باشه، محصلین هم استفاده میکنه. رفتیم از مردم تقاضا کردیم که امی شرطایتان بگویید چه قسم امام کار داری. اما امام سابقه را که کشیده بودن 3 نفری خیلی مغرض و منافق بود. یکیش گفت که ما امامی را کار داریم که تک تکی ما را احترام داشته باشه. دومش گفت ما امام کار داریم که برادر در فاتحه خوانی ما، در ختمی ما، در خیراتی ما و خالی هر چیز خوب میگه، نمیگه که در بدعتای ما، در گناهای ما، بگوید در معصیتای ما، در شرک ما مکمل قطع هماهنگ باشه. همین گپا گفت. سیومگیش چی میگه؟ سیومگیش برادر مولای سابقه ما اینجا ما سالون جور کرده، میره مدرسه جور کرده بود. ما گفتم خلاص شد؟ گفته خلاص شد. و البته فکر میکرد که مولا صاحب خیلی عاجز است دیگه، خدا این قدر چاپلوسی بکنه که پرسان نکرد. ما برش گفتم که بیادرکم که تو گفتی که مولا صاحب احترام تک تک ما را داشته باشه. ما گفتم تک تک شما باید احترام مولا را داشته باشه. تا که تک تک شما احترام مولا را نداشته باشی ما امامت نمیکنم. یاد باشه. گپی برعکس میزنی، تو میفهمی. اول همی گپی تا تو یک دفعه سنجش کو که چی میگی. خب تو امام عبادتی خدا، امام کی است؟ در بهترین چیز، در مهمترین چیز که عبادت الله است، او را امین جور کرده ای، پشت سرش اقتدا کرده ای که آن چیزی که معامله ما تعلق به آخرت داره ای را در تو سپردیم که تو چی رقم نماز میدی، با وضوست یا بی وضو، با وجه درست نماز میدی یا نه، عقیده صحیح داری یا نه. خب ما پشت تو اقتدا کردیم، در این طور معامله تو را امین جور کرده، امام جور کرده، او بیا احترام تو را بکنه، بوتای تو را پاک کنه. این را چرا میگه؟ امو مردکه خوب گفته، من امو را ناق ملامت کردم. بگو چرا ناق ملامت کردم؟ ما ملا داریم همیطور که ملک امو منطقه که بیا اینطور هم نمیگه مولوی صاحب او ملا مسجد جاری کده یا نه؟ صاحب دیستی نه جارو کده. صاحب گفته همی طور است، همیالی فعلا است. تو باور به الله بکو که وقتی روی دور میده بگوی در پشت امون نفری که خیلی رول داره در مسجد در مطرفی از او، باز وقتی که یک سوال میشه خنده را عین اول از امون شروع میکنه که این خوش باشه. همی طور است. امامت امروز نوکریست. چی است؟ نوکریست. خلاص چیزی که دستور برات میده همون کارا بکو، یک حرفی طرف نگوی. اگر تو به نماز بد گفتی سعی که به نماز سرت خیز، سودخور بد گفتی سودخور سرت میخیزه، قمارباز بد گفتی قمارباز، پیسه خود قطع میکنه. خب ملا صاحب تمامی روز حکایت های داوود علیه السلام، حکایتی بگوی ایوب علیه السلام، موسی علیه السلام است، دیگه کدام تقریر نیست. ابوجا خفه نشو مردم. دومگیش گفتم خب قطعی تو چی بکنه؟ ختمای تا. ما گفتم این ختما بدعت است، این در دین وجود نداره. ملا چرا بدعت بکنه؟ مردم بدعت بکنه، ملا چرا بدعت بکنه؟ ما گفتم این گزی مردان، هر کس که میگه کی را واسطه قطعا روح کوشه که ما قطعش گپ بزنم.
و سیوم گفتم ارسهشان. ما گفتم تو گفتی که مسجد مدرسه جور کرده، تو چیستی؟ ما گفتم انفیستی. یکیش گفت که امی نفر دیگه گفت میلاد، سعی کو تو میلاد ایراد کرد، میلاد قبول نداره. ما برش گفتم پدرها نشسته بودن در اهل مسجد. ما گفتم یک سوال از پیشتان دارم ولی جواب بگوی. ما گفتم امیر برام بگوی که شما زیاد محبت با پیغمبر علیه السلام داری یا صحابه کرام؟ گفت نه صحابه کرام. ما گفتم راست بگوی، دروغ نگوی. یقین داری که صحابه کرام خیلی زیاد محبت با امر پیغمبر داشت از شما کرده؟ گفت بله. ما گفتم سعی کنی یقینی بگوی. گفت نه یقینی میگیم. ما گفتم خیلی خوب، امین محبت پیغمبر، قدر پیغمبر، احترام پیغمبر صحابه خیلی زیاد میدانست خیر یا شما؟ گفت نه وا خوب میدانست. ما گفتم سعی کنی خطا شدی، شما خیلی زیاد میدانی. نه مولوی صاحب سر ما رشخند نزن، وا خوب میدانست. ما گفتم که اینطور باشه خیر می میلاد صحابه کرده باشه یا نکرده باشه؟ گفت کرده باشه. ما گفتم بیاری سند. قراری شد دیگه. ما گفتم سند بیاری. در دین از خود هر چیز ایجاد کرده رایسته نصارا گشته. یک بچه دیگه از اون طرف صدا کرد گفتی نصارا کی؟ عیسی علیه السلام میلادش تجلیل میکنه. ما خود نصارا نیستیم. ما خود سوره فاتحه میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما مغایر هستیم امروی یهود و نصارا یا چپ شدن. و سیوم گفتم انفیستی؟ گفت دروغ میگه انفیستی. چرا میگی که انفیستم؟ گفت چرا؟ ما گفتم در کتابای احناف میگه کسی که در مسجد فاتحه گیری میکنه این مکروه است، این گناه کرده. در مسجد فاتحه گیری نارواست. او توی رسالین فاتحه گیری مسجد جور کرده، تو سخت جنایت کرده، تو خیلی بدبخت هستی. خیر این مردکه وار خطا شد. ما برش گفتم که شرطای شما غلط است. ملایتان که سابق بود حق ملاست، خوب ملاسته، عالم بوده. او تاسف در شما مردم است که همین قدر نداره که اولادتان پرسان کردم 400 اطفال در اونجا درس میخوند. 400 اطفال در اونجا درس میخوند. توسط یک منافق فاسق بسته مسجد از بین میره. 100 نفر دیگه همینجا صوفیگکا موجود میباشه. اما یک بدماشک ملا را رخصت میکنه، ملا را توهین میکنه. همین 100 صوفیگک همین یک گپ هم نمیزنه که مسجد از کی است. چرا اینطور میشه؟ چرا این قسم میشه؟ این خود مسجد است. ما خود اولاد داریم، خودی ما داریم، دین باید همین رقم باشه. لیکن خود قرار میگیریم. همین طور است یا نه؟ همین حالی مساجد در اختیاری کیست؟ راست تا نبگه در اختیاری بدماشا هست یا نه؟ میتونی یک عالمی برجسته را آورده میتونی یک رمضان برای ترجمه قرآن تو برو اجازه بگی که اجازه برات میده یا نمیده؟ هر روز پرزگکار دوستای ما بر ما روان میکنه که اینجا هتل است، ترجمه چرا میشه؟ دودای خور. تو همین قدرم نمیفهمی. الله برات بصیرت نداده. حتی بعضی مردم ها در ترجمه به می خاطر نمیه که اینجا هتل است. تو باید در خانه تام نماز نخوانی و بدبخت. اگر تو غیرت داشته باشی، مؤمن واقعی باشی، دمو موبایلت عکسای لوچه نمیبینی، دمو خانهت اونجا نماز هم نخوان. تو تلویزیونایش خوبان اوی که زنایش میبینه او پروا نداره. اینجا که در این سرزمین که بدبختی شده، در این سرزمین که قرآن خونده میشه، بجای از که شکر الله را بکشه که الحمدلله 1 ساعت یک رمضان بود که اینجا درس قرآن میشد. این زمین الله در روز قیامت شاهدی بده. سر ما پرزه نوشته که اینجا جایز نیست. از کدام دلیل میگی جایز نیست؟ سند بکش. از قرآن حدیث چی را نوشته که درستی؟ یا این مسلمان ها بجای از که تشویق کنه مردم، ترغیب کنه مردم، دعوت کنه پشت نکته پالی ها، پشت تخریب. ای برادرم، به الله قسم، به اینمی قدر گپی به نزد الله مسئول استی. الله از پیشت سوال میکنه. تو مانع راه الله استی، خبر داری نه؟ به اینمی قدر گپی تو مانع راه الله استی. میفهمی نمیفهمی؟ در جمله مانعین راه الله میایی. باز جشن میلاد ایجا میگیرن. اوجا باز من نیست. ما اونمو مردم هستیم. الله رحم بکنه. ما چون که ما چی بکنیم آخر دم دین چی خدمت کردم میتونیم؟ کدام خدمت میتونیم؟ والا ترجمه ده هتل گرفتش. مسجد جای ترجمه است. خود تو پیدا کو بچه کاکا. تو پیدا کو مسجد. تو خود مسجد ترک کردی.
نه خدمت مسجد تا کردی، نه مسجد پیسه دادی، دور دور. هنوز برای خود خوب بهانه پیدا کردی من میرم اونجا مردم مرا نمیمانه دامین گفتن و در فلیدین قرار در خانه نمازای تا خواندی. تو برو مسجد ما کم کو، مسجد اختیار بگی، بعد از مرا بگو موریس بیا اینی مسجد اختیاری ماست ترجمه کو که ما هتل میایم یا در مسجد میرم. در کجا میرم؟ هر روز اینی انتقاد است. زنگ میزنه تلفن، شما در هتل ترجمه گرفتیم. الحمدلله در هتل ترجمه گرفتیم. الله توفیق بده که سینما باشه که اونجا ما ترجمه بگیریم، بدل کنیم شب درس قرآن. خب که تو بفهمی، نمیفهمی. من خب در اینجا الله متعال خباثت یهود اینطور بیان میکنه که الله متعال برشان انبیاء علیهم السلام پی در پی روان کرده. در بنی اسرائیل اگر یک پیغمبر وفات میکرد، کمکی نقصان اگر پیدا میشد، بدعت هویدا میشد یا کسی منحرف میشد، پیغمبر دیگه می آمد اصلاح امو کار میکرد. این معامله و دستور در کل تاریخ سابقه صورت گرفته بجز از شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا پیغمبر جدید نمیاد. از همون خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ایجاد بدعت که کسی پیدا میکنه سخت بر حذر داشته، به خاطر که دین مسئول باقی بمانه. هر کس از خود یک چیزی را زیاد در دین نکنه، کم نکنه در دین. چرا شریعت پیغمبر تا روز قیامت شریعت است. چیزی که از پیغمبر ثابت است دین است، که نیست ثابت دین شده نمیتونه. امام مالک رحمه الله چقدر مقولی زرین و طلایی گفته بود. آن چیزی که دیروز دین نبود امروز دین شده نمیتونه. اگر دین بود حتما دیروز بود. یعنی در سلف که کدام چیز دین نباشه او را نو ما دین جور کرده نمیتونیم. چرا؟ به خاطر که هر امر خوبه و هر امر شریعت از ما کده پیشتر کی عملی کرده؟ سلف ما عملی کرده. از او خاطر ما میگیم که پیروی کی باشیم؟ بگه به نقش قدم کی روان شویم؟ سلف روان شویم. در اینجا الله میگه ولقد آتینا موسی الکتاب، داده بودیم به موسی علیه السلام کتاب تورات که سبب هدایت و برنامه یا پروگرام راهنمایی یهود بود برای نجاتشان، نکبختیشان. وقفینا من بعدی، پی در پی فرستاده بودیم پس از موسی علیه السلام بر رسول پیغمبران علیه السلام برای هدایتشان. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، داده بودیم به عیسی علیه السلام بچه مریم معجزات یا دلایل واضح نبوتش یا دلایل توحید الله را. سلسله پیغمبران بنی اسرائیل به عیسی علیه السلام خاتمه پیدا میکنه. الله متعال میگه بندوبست انتظام معنوی از یاره به خاطر از اینکه یا منحرف نشو از راه حق ما کرده بودیم، پیغمبران روان کرده بودیم. لیکن او چی کردن؟ پیغمبران که آمد استقبال کرد، قدردانی کرد، سپاسگزاری کردن، یعنی که نه، خلاف از او کردن. و ایدناه بروح القدس، ما تایید کرده بودیم عیسی علیه السلام توسط جبریل امین. روح القدس یا او روحی که پاک است. هر مؤمن در فطرت خود یک روشنی داره، یک نور داره. اگر او بعد از آمدن پیغمبر و کتاب الله توسط تعلیمات از او نور دیگه پرورش داده شود، او دیگه قوی میشه، مستحکم میشه، مؤمن واقعی و مخلص به دل و جان مؤمن جور میشه. مراد از روح القدس ایرم گرفته میتونیم. خب راجح است که مراد از روح القدس جبریل امین است. چرا که الله برای تایید عیسی علیه السلام جبریل امین روان کرده، عمد تولدش، عمد دعوتش، عمد خلاصی و نجاتش. وقتی تولد هم میشه جبریل امین، حتی در پیدایش جبریل امین رول داره. چرا؟ در گریبان مریم کی پف کرده دمیده؟ جبریل امین دمیده. در وقتی تولدش از نخسک زدن شیطان جبریل امین چی کرده؟ الله به اذن الله حفاظت کرده. بعد از او به توسط تایید جبریل امین نجات پیدا کرده عیسی علیه السلام از اعدام کردن کی؟ بگو یهود که وا اعدام میکرد شه، در او خانه سرش هجوم بردن. الله با واسطه جبریل امین او را در آسمان بالا کرده. از او خاطر تایید ازی توسط عیسی علیه السلام شده. الله متعال میفرمه که بنی اسرائیل انتظام رهبریشان کرده بودم، حتی که آخری پیغمبر عیسی علیه السلام آمد و او تایید شده با دلایل و معجزات و جبریل امین بود. لایق خوی بود که با آمدن عیسی علیه السلام بنی اسرائیل اولترین فرقه و طایفه راهیاب و سریرای مستقیم باید باقی می بودن و شریعت رسول الله را با صدق دل لبیک می گفتن، تسلیم می شدن. چرا؟ به خاطر که عیسی علیه السلام
در انجیل بشارت آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم داده بود. لایق بود که مردم بالکل را خوب میپذیرفتن و سرش عمل میکرد، لیکن این مردم طور نبود. اینقدر ناسپاس، اینقدر منحرف، اینقدر عهد شکن که پرسان نکو. افکلما جاءکم رسولنا، آیا هرگاه که آمد براتان پیغمبر، بما به او شریعت، به او قانون، لا تهوا که خوش نداشت انفسکم نفسان شما. قرآن برای ما میگن بیا علیه السلام که آمده مطابق میل مردم نآمده، همیشه مطابق خلاف میل مردم است. مردم خود کل بت پرست بودن. انبیاء علیهم السلام که آمده مطابق خواهشات مردم کار نکرده، خلاف خواهشات اعلان کرده، بیان کرده، از او خاطر مردم در مقابلش خیسته. اگر انسان بیا که موافق میل مردم باشه باز مردم قطع مخالف میشه، از او خاطر است. عالم موحد در یک مسجد 1 سال پوره کده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به خاطری که موافق میل مردم امامت کرده نمیتونه. یا بدعت رد میکنی یا نیکی انجام میدی، خلاص. اگر رد نکنی انجام بدی تو گناهگار مسئول هستی در پیش الله متعال. صبا الله از پیش سوال میکنه. اگر نیکی رد کردی خب مردم تو را میمانه، میگه او مردکه تو سعی کو خیراتم قبول نداره، دوارم قبول نداره، اسقاطم قبول نداره. این چی رقمی مولاست؟ 60 مولا را در این مسجد تیر کردی می کار نمیکرد، اینمی پیدا شده این کارا را میکنه. باز دیگه چی میگه از او طرف؟ نه بچه من از ما جدا کرده. دیگه از او طرف میگه که دخترم دیگه رقم شده بیقی، یک رقم نماز شروع کرده در خانه، این کارا را کرده رویسته. از او خاطر نمیشه. انبیاء علیهم السلام مخالف میل مردم بوده. قرآنی را میگه بما لا تهوا انفسکم، به او شریعتی که خوش نداشت نفسای شما، استکبرتم کلان تراشیده. در دین کی تسلیم نمیشه؟ کسی که خود نعوذ بالله پوره میدانه کلان میشماره. امروز به حقایق که تسلیم نمیشه، همون مردم تسلیم نمیشه که خود بالا میتراشه، میگه ما نیاز نداریم. همین حالی همون طور است یا نه؟ میگه همین سابق دین که ما داریم همین بالکل بس ماست. از همین نیکه و اجداد ما که برای ما باقی مانده ما دیگر کار نداریم. نمیگه که از بابا و اجداد که باقی مانده از کدام دلیل امیر انجام میداد. وضو میکرد سرم دمستی سر چی میگه؟ سرم خاکی رای 4 یاری سرور است، ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر است. مچم که فلسفه را شروع میکنه میگه این از کجا گفته؟ ها؟ دین بابا و اجدادت خو که جنوب میشدی بالا در آسمان ستاره رم سی نمیکردی، سرخم میرفتی. دین بابا و اجداد، دین بابا و اجداد خو بربور از کوتا میکردی در خانه که بوی بدم داره او را در بیداد. چرا؟ به لاهار از بین میبره. او اسپندیایت خود تا آلی رم چیسته در شهر کابل از آرا را گرفته. در موترت که یک دود بزنه ایقا خوش میشه که دیگه از تصادم نجات پیدا کردم. فرتی تله او طرف در یک دروازگه که زنی پیچه سفید کنده چادری استاد است، هم برای الله طلب داره دایی نمیدی، خود اسپندی صدی را میدی. بگو دیگه با کدام الله عقیده داری؟ راستی تا بگو داری؟ خدا کلان میتراشی، بیای به دین الله تسلیم شوی، به قرآن تسلیم شوی، به قرآن عقیده کنی که قرآن چی میگه. تا که تو نعوذ بالله امیر رقم مغرور میگردی و میگی که من ضرورت ندارم در ترجمه. نه برو ترجمه از تو باشه. ما همون چیزی که از پدر بابا و نکی ما یاد گرفتیم هموسته. تو برو همون رقم برو باز معلوم میشه که جای در کجاست، جای باشید در کجاست. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. مذمت یهود دیسته. دلسوزترین بشر در جامعه کی می باشه؟ انبیاء علیهم السلام. یهود امو مردم هم آرام نماند، یا تکذیب کرد یا قتل، یا تکذیب کرد یا قتل. امروز ببینید جامعه ما همون طور نیسته. امو شخصی که بسیار دلسوز باشه، دردش سری ملت میایه، دلش میسوزه که ملت زحمت میکشه، باید یک چیزی برداشتم داشته باشه، بهرم داشته باشه. وضو میکنه ریش سفیدی ما در یخی، در این قدر یخی، از صندلی گرم و بخاری میخیزه بیچارگک، در برفا 4 جای 5 جای میفته، در تاریکی شب میره، در مسجد میره. بعد این ریش سفیدی ما این قدر ثوابی بزرگ بگیره و پس در خانه بره که هیچ پرسان نکن، همه چیزی دین یاد داشته باشه.
لیکنی بیچارگک تو باور به الله بکن نمازم صحیح ادا نمیشه که رکوع و سجدهش صحیح شود دیگه شخو بگذار. خب مردم چطور است؟ اگر بیگاه رفتی تراویح را دادی خودت 12 دقیقه چی کردی؟ بگوی خلاص کردی. 10 نفر در پشتت میاد آفرین مولوی صاحب آفرین. والا مولای دیگه ما بود 15 دقیقه ماشاءالله تو از او که خیلی تیز استی تریشل ابو تو راست نی اینی گپی باسته بیگاه در 12 دقیقه خلاص کن مولای پخته استی دیگه تو را خوش دارن. اگر نه که در عروسی قطش رفتی در آتن خودی تو هم قطی شدی او نه مولا. یقین بکو که اگر از تعریفت مردم سیر شوه میگه او برادر مولا داریم یقین بکو قطی مولا است قطی قمارباز است قطی شرابخور است. اینطور مولا ما داریم صفتایت میشه مردم و ملت همیشه اینمی طور کسا را خوش داره مطابق میلشان مطابق میلشان باید زندگی کنی ای را خوش داره. ای را من نمیگم قرآن میگه تاریخ همیطور آمده. خو لیکن وقتی خلاف میلت بود باز دیگه یا تکذیب کو یا قتل. تکذیب خالی خیلی زیاد میشه. در مقابل شما که دعوت توحید بده که برش بگوی که اینمی ولی صاحبینی زیارت هیچ چیز نمیتونه نه اولاد داده میتونه نه شفا. اوه بچه فلانی یهودی شده چرا؟ میگه که زیارت هیچ چیز نمیتونه. خوب میگه دیگه راست گپ میزنه حقیقت میگه. انجام دهنده کلی کارا کیست؟ الله متعال است. مالک نفع ضرر الله است. خلاص آل اینطور تکذیبی تا بکنه که پرسان نکو نامت بد میشه. یکی دیگر را کیسه میکنه اموست در کوچکی روان باشی سعی میکنی که از باغ قطیرک زده شدی خب پشتی تا سعی کنی که نمیبینی. در مجلس که می نو میرسی و استاد هستن تیار چی میگه؟ یهودی ها نصرانی ها پیدا شده برادر پیسه از کجا میه دینای نو آورده در تو میشنوانه ای کارا را برات میگه تکذیبت کرده رایسته. و فریقا تقتلون یک جماعت یا شما قتل میکردید از انبیاء علیهم السلام. ای دیگه بدیشان بود وقتی که چیزی که مایه هدایت انسان است ذریعه هدایت انسان است قدر و قیمت از او آدم باید بدانه که تو یک چیزی از او فرا گرفته یاد گرفته قدر و قیمتش بدانی. لیکن تو بالمقابل در مقابلش نعوذ بالله تهمتای ناحقه. چقدر مردم تهمت میکنه در جان تو یک طور گپا را بسته کنه ای را خب بگذار نعوذ بالله از مولای و مولا میشنوه دیستی شروع میکنه در مردم میگه یا سری جراب ما سر روا میدانه دیگهش میگه منی را پاک میگه دیگهش میگه که چیسته یا نمازا را جمع میکنه خواری پنجم روا میدانه اینطور گپا را میزنه. و مردکه یک بحثای علمیسته در عوام که تو میگی سر جراب مسا در حدیث آمده منی پاک است در حدیث استدلال برش میشه. خواری پنجم کدام خواره میگی؟ یک نفر که 5 دختر باشه 4ش ناروا 1ش روا. اینطوری اگر میگی خودتون کافر هستی. اگر کسی امی عقیده را داشته باشه کافر است. اگر خواری پنجم اعیانی علاتی بگه اخیافی رضاعی 4 حرام دینی چی است؟ هر کس سیاستش خواری دینیش است اوی حلال است. ایرا میگی کدامش میگی؟ ملاهای تبلیغات کرده رایستن تکذیب کرده رایستن الله رحم بکنه. و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم میگویند قلبای ما در پرده است بلکه لعنت کرده یار الله متعال بکفرهم به سبب کفرشان. فقلیلا ما یؤمنون خیلی کمی از جا ایمان میاره بسیار مردمی از جا ایمان نمیاره. چرا؟ به خاطر که آماده به ایمان آوردن نیسته خدا کلان میتراشه مستغنی میدانه و میگه که دلای ما در پرده است. ترجمه رکوع را خلاص میکنیم باز تشریح میکنم. ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام کتاب تورات و قفینا و ما پی در پی فرستاده بودیم من بعدی پس از موسی علیه السلام بالرسول پیغمبران علیهم السلام و آتینا و ما داده بودیم عیسی علیه السلام ابن مریم که بچه مریم اصل بینات دلایل واضح معجزات برای تایید پیغمبریش یا دلایل توحید الله و ایدنا ما کم کرده بودیم تایید کرده بودیم عیسی علیه السلام بروح القدس توسط جبریل امین. افکلما جاءکم آیا هرگاه که آمد براتان رسول پیغمبر به ما به شریعت لا تهوا که خوش نداشت انفسکم نفسای شما استکبرتم شما خود کلان تراشیده نپذیرفته او را
ففریقا یک جماعت کذبتم تکذیب کرده و فریقا یک جماعت دیگر را تقتلون شما قتل میکنه و قالوا گفتن قلوبنا دلای ما غلفون در پرده است هیچ گپی شما تقریر و تبلیغ شما دیش نمیره یا پر است ظرفای پر از علم است ما به گفتا و تقریر شما هیچ نیاز نداریم بل لعنهم الله بلکه اینطور گپ نیست که شما میگه بلکه لعنت کرده الله دور کرده از رحمت خود بکفرهم به سبب انکار شما فقلیلا ما یؤمنون خیلی کم از یا ایمان میاره یا نمیاره مگر خیلی کم ایمان ولما جاءهم هرگاه که آمد برشان کتاب من عند الله نظام کتاب از جانب الله متعال مصدقون که موافق بود لما برای گفته ها ما هم که در کتاب هم رای از بود یا مصدقون تصدیق کننده بود تایید کننده بود لما برای کتابایی که ما هم رای از بود و کانو خودشانان بودن من قبل پیش ازی یستفتحون علی الذین خبر میدادن الذین و کسایی را کفرو که کافر بودن که ما اینی طور پیغمبر آمدگیست ما قطش یک جا میشیم سری شما غلبه حاصل میکنیم اونجا باز ما سری شما زور میشیم فلما جاءهم هرگاه که آمد برشان ما همو کتاب همو پیغمبر عرفو که خوب میشناختن کفرو به انکار ورزیدن به او کتاب یا به او پیغمبر فلعنت الله پس لعنت الله باشه علی الکافرین کسایی که از حق منکر میشه بیس ما خیلی بد است آن چیزی که اشتروا یا فروختن بهی در مقابل از او انفسهم نفسای خدا چی چیزا فروختن و چی چیزا خریدن ای یکفروا بما انزل الله که یا انکار کردن به او وحی که الله روان کرده چرا انکار کردن نمیفهمیدن نه بغیان از روی عناد و حسد و ضد انکار کردن چرا انکار کرد حسد داشتن بغیان ان ينزل الله که روان کرده الله که روان میکنه الله متعال من فضل از احسان خود علی من یشاء بالای کسی که الله بخواه من عبادی از بنده های خود فباو گرفتار شدن بغضب به غضب علی غضب بالای غضبی سابقیشان وللکافرین برای کفار عذاب مهین عذابی رسوا کننده است و اذا قیل لهم زمانی که برشان گفته میشه آمنو ایمان بیاری بما انزل الله با آن چیزی که الله فرستاده قالوا میگویند نؤمنو ما فقط باور ایمان داریم بما به او کتاب انزل علینا که سری خود ما آمده دیگه کتاب را قبول نداریم و یکفرون انکار میکنه بما وراءه به او کتابی که ما سوا یعنی غیر از کتاب خودشان است و هو الحق در حال کمی کتاب ما سوای خودشان او ثابت است واقعیت داره مصدقا موافق است لما معهم به امرای کتابایی که امرای خودشان است یا تایید کننده کتابایشان است قل بگوی پیغمبر علیه السلام شما خواه کتاب خودم قبول نداره چرا فلما تقتلون انبیاء الله ده کتاب خودتان خام قتل انبیاء ناجایز است شما خود قتل انبیاء که درسته چرا قتل میکنی پیغمبران الله را من قبل پیش ازی ان کنتم مؤمنین اگر واقعا سر کتاب خود ایمان داره ده کتاب خودتان قتل انبیاء نادرست است ولقد جاءکم یقینا آمده براتان موسی علیه السلام بالبینات با دلایل واضح روشن ثم اتخذتم العجل بعد از شما گرفته گوساله را من بعدی پس از رفتن موسی علیه السلام به کوی تور به معبودیت و انتم ظالمون حال است که شما ظالم هستید و اذا اخذنا میثاقکم قابل یادآوریست در آن وقتی که گرفتیم ما وعده محکم از شما و رفعنا بلند کردیم فوقکم بالای شما الطور کوی توره گفتیم براتان خذوا بگیرید ما آن چیزی را آتیناکم که شما را دادیم به قوت به کوشش عمل به همت و چیستا به همت و محکمی بگیری عمل سرش بکنی و اسمعوا بشنوی احکام الله را برای پذیرفتن برای پذیرش یا قبول کنی سمع اینجا به معنای قبول کردن است قالوا گفتن سمعنا شنیدیم و عصینا لیکن در عمل نافرمانی کردیم در زبان گفتن شنیدیم لیکن عملا نافرمانی کردن و اشربوا فی قلوبهم العجل سیراب کرده شده در دلهایشان خوب داخل کرده شده در دلهایشان العجل محبت گوساله پرستی را بکفر به سبب کفر و انکارشان قل بگوی پیغمبر علیه السلام بئس ما خیلی بد چیز است آن چیزی که یأمرکم شما را امر میکنه بهی به او چیز ایمانکم ایمانتان ان کنتم مؤمنین اگر واقعا شما ادعای ایمان داره قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کانت لکم الدار الاخرة اگر باشه برایتان جهان آخرت عند الله بنزد الله خالصتا خالص برای شما باشه من دون الناس بغیر از مردم دیگه آخرت تنها برای شما خاص است فتمنوا الموت آرزوی مرگ کنه که زود برسه ده مطلب اصل مطلب و حقیقتتان ان کنتم صادقین اگر راست میگه ولی یتمنوه هرگز آرزو نمیکنن یا مرگ
ابدا هیچگاه به ما قدمت ایدیهم به سبب اون اعمال ناشایسته که پیش فرستاده دستایشان. والله الله تعالی علیم خوب میدانه به ظالمین کسایی که از حدود الله برآمده. ولا تجدنهم خامخا تو میابی پیغمبر علیه السلام احرس الناس خیلی حرصناکترین مردم ها را علی حیات بالای زنده باقی ماندن امی یهود میابی. و من الذین اشرکوا یا خیلی حریص از او کسان میابی که وا مشرک هستن از مشرک کدم یا حریص به زندگی است. یود دوست داره احدهم یکی از یا لو یعمر اگر عمر داده شود 1000 سنه 1000 سال و ما هو بمزحزحه نیست اینمی 1000 سال عمر دادن دور کننده ایره من العذاب از عذاب ایو عمر که عمر برش داده شود دور نمیشه از عذاب الله. والله بصیر بما یعملون الله بیناست با آن چیزی که میکنه مطابقش جزا برش میده. مزمت دیگه بر اسرائیل الله بیان میکنه و این خاصیت خیلی نادرست و نارواسته، بلکه یکی از جمله عواملی که انسان از همه کمالات باز میداره و از همه خوشبختی باز میداره امی عامل است. زمانی که اکتفا سری علم ناچیزی خود کردی و دنبال علم اضافه نگشتی تلاش نکردی، یکی یا زمانی که نعوذ بالله عناد و پرده های جهل نادانی و پرده های معصیت و ضد تو را فرا بگیره نمیگذاره تو را در حقیقت یابی و که جستجوی حقیقت بکنی. ایو نمو امراضی است که قرآن بار باری را یاد میکنه و تنبیه و هشدار برای ما و شماست که انسان اگر میخواه حق طلب باشه پشت حقیقت بگرده ضد و عناد نداشته باشه، از با گناه ها آلوده نکنه خدا، چرا که گناه پرده های معنوی داره انسان نمیگذاره که حقیقت برش منکشف و روشن شود. و هیچ وقت انسان ادعا را نکنه که من پوره هستم، به خاطر ازی که انسان خیلی ناقص است. شما باور به الله متعال بکنید، اگر قرآن کریم مطالعه بکنید محض مطالعه به نیت تدبر به نیت تفکر نکات عجیب و غریب الله متعال در ذهن انسان مندازه توسط تلاوت با تدبر قرآن کریم. انسان بسیار نیاز داره، خیلی زیاد محتاج است به قرآن کریم. انسان خود پوره باید فکر نکنه، چرا؟ علومی که ما داریم بسیار کمبودات داره، خیلی زیاد کمبود است. از همون خاطر است در زندگی ما که کدام نقصانات در کدام گوشه زندگی ما پیدا میشه وقتی بررسی کنیم میبینیم که علم ما کامل نبوده در یک بخش، از او خاطر ما ناتوان شدیم و نتانستیم همون نقطه را خب دقیق بررسی کنیم. از او خاطر ما و شما چی شدیم؟ در او هدف ناکام شدیم. یهود مذمتشان الله بیان میکنه با وصفی که کتاب الله قرآن آمده، او کتابی که یقینا حیات بخش است برای روحای جدید، بلکه انسان تازه میکنه، زنده میکنه، رای سعادت و نیکبختی را برش بیان میکنه. از این طور علم آدم محروم میسازه. امروز هم اینطور مردم ها پیدا میشه که و فقط در دل خود میگه که من پوره هستم ضرورت ندارم، حالا که از قرآن کسی پوره نمیشه، قطعا نمیشه. میگه دلای ما در پرده هاست، تقریر تبلیغ دیش تاثیر نمیکنه. هر قدر که تو بیان بکنی الله متعال از این حالت انسان نگاه بکنه. چرا؟ وقتی تقریر تبلیغ گپ آخرت گپ دین سری تو تاثیر نکرد بفهمی که از رحمت الله خیلی دور شده ای، قسی القلب شده ای. خاتمه انسان اینجاست خیلی در خطر می باشه. هنگامی که قلب نرم پیدا کردی باز رجوع به سوی الله کردی. آدم علیه السلام به مجرد یک خطا گریانا را شروع کرد، مبادا که دمی حالت توبه من قبول شده و برهم نعوذ بالله از دنیا رحلت بکنم اوطور نشوه. انسان قسی القلب سخت راست داشته باشه که انجامش بسیار به خطر است. زودی که در رجوع به سوی الله متعال و از جرم خود پشیمان شدن، این صفت نیک است. الله ما را هشدار میده. و قالوا قلوبنا غلف، میگویند که دلای ما در پرده است. کدام پرده است؟ او پرده حسی است که بچه‌شم دیده شوه مثل که در بین ما و شما و طبقه ایناست پارتیسن از پرده است. ابی پرده است؟ نه، این پرده های معنوی است، حسی نیست. خب لیکن خیلی مانع است. پرده های معنوی اینجا چی است؟ معصیت و زدبازی و لجاجت و برتربینی خدا، نعوذ بالله، انحصار طلبیشان، حسادتشان. اینمی پرده های معنوی است که گرد و بر از یارا گرفته حقیقت برش منکشف نمیشه.
که واقعیت برش معلوم شود. تا وقتی که یک برادر مسلمانی ما اینی پرده ها را داشته باشه، حتی آماده نمیشه که 1 ساعت برای درس قرآن بیاید، نمیاد. چرا؟ در ذهنش همینطور میگرده که من تکمیل هستم، من پوره هستم، ضرورت ندارم. و که قطعت حسد داره، قطعت ضد داره. حالان که الله در صفات او کسان مؤمنای واقعی میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قوی شنیدن، قوی تفکیک، تأمل و تفکر، قوی دیدن الله برات داده. و این به خاطر داده که تو در مجالس در گفتارا شریک شو، بی مطالعه کو، تحقیق کو، لیکن بعد از اون دنبال چی برو؟ احسنه. دیروزم ما براتان گفته بودیم، گاهی ما نگفتیم که دنبال ما بیای، کدام عمل که ما میکنیم شما بکنه. نه، این دعوای ما نیست، این ادعای ما نیست و نه مطالبه از مردم میکنیم. ما میگیم شما الله براتان عقل، حواس، ادراک، استعداد داده و امروز خو این قدر وسایل آسان پیشرفته در پیش هر کس موجود است که پرسان نکن. یک روزگاری ما یک کتاب حدیثه پیدا کرده نمیتونستیم. شما باور به الله بکنید در کتابخانه میرفتی مکمل کتاب در کتابخانه موجود نبود. اما امروز ما در یک سی دی به هزارها کتاب داریم. در یک سی دی همه چیز وجود داره. خب کتاب عربی بود لیکن فارسی وجود نداشت. آلی در مختلف موضوعات کتاب نوشته شده. کدام کتاب قابل قدر است و قابل قیمت است باید پذیرفته شود؟ کتابی را که فلانی تالیف کرده، فلانی تصنیف کرده، فلانی جمع کرده، فلانی تایید کرده، فلانی کدام؟ یک معیار ما داریم، کتابی که سند از کتاب الله و سنت کی داشته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلاص از این نکته دوست دشمن هیچ کس هم این کار میتونه؟ این کار قطعا نمیتونه. کدام کتابی که سند از کتاب الله و سنت رسول الله داره ذکر کرده در گپی خود، اونم قابل اعتبار است و امو باید مطالعه شود. الله ما را همینطور دنباله را خلق نکرده که ما دنبال هر کس بدویم. الله برای ما قوی تحقیق داده، یا کم یا زیاد. اگر خود نتانستیم میتونیم امو شخصیتی را که عمل کردیشه مورد ارزیابی خود قرار دادیم که اینی آدم دنیا پرست است یا نه، مادیات پرست است یا نه، حسد و عناد و ضد داره یا نه، ای آدم بدکار است یا نه، در عمل چی طور است، درس خوانده یا نه. لااقل همی گپا را هر کس تفکیک کرده میتونه. مراجعه کو از او بشنو سخنه، بشنو سخنه که سخنش چقدر وزن داره، درست میگه، خطا میگه، چی رقم است. لیکن امی آدمه که تو شنیدی در ذهنت صحیح معلوم شد، صبا یک کسی پیدا میشه برخلاف همی گپ میزنه ولی گپش مستند است، گپش دلیل داره، اینی عالمه این گپشت ترک میکنی، حالی میری به خاطر ازی که او گپ مستند برات گفته او را تو محکم میگیری. اینی رای دین است. نه الله نه رسول الله ما را مکلف کرده که دنبال فلان شخص بری غیر از رسول الله. هیچ کس هم سند تیر کرده نمیتونه. مالکی ها گفتن نمیتونه که ما سند داریم که پیغمبر گفته باشه که پشت امام مالک رحمه الله بره. شافعی ها نداره سند که پشت امام شافعی رحمه الله بره. حنبلی ها نمیتونه که پشت امام احمد ابن حنبل بره و حنفی ها نمیتونه که پشت امام ابو حنیفه رحمه الله بره. یکیش سند و دلیل نداره. ما که مامور هستیم پشتی رفتن پشت دلیل است. دلیل که در هر جا پیدا میشه ما تابع از اوست. اینی دین است. بعد از این حالی اگر ما بگیم که نه من تقریر نمیشناسم، گپایت نمیشنم، باز خیانت داری، ضد داری، در قلبت یک چیز است. باز خود تو حق پیدا کردن نمیتونی که تو راستی هم دنبال حق بری. چرا؟ به خاطری که مانع وجود داره. مانع چیست؟ امروز بزرگترین مانع تعصب است. چی است؟ طرفداری کردن. چی؟ طرفداری کردن. ما امام ابو حنیفه رحمه الله میآید آیاتم، ما امام ابو حنیفه رحمه الله را گپیش خشک و تریش قبول کنم، لیکن از امام شافعی رحمه الله را گپی تریش هم قبول نکنم، گپی خوبش هم قبول نکنم. این کدام انصاف است؟ این کدام عدالت است؟ کلش بزرگای دین است. خب گفتم که یک دلیل نداریم
طور خصوصی که ما مامور شده باشیم که این شخصه گپیش بپذیر از زیر نپذیر. بجز از کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. گپی رسول الله فوق کلی گپاست. گپای کلی مخلوق طول میشه در گپی رسول الله که مخالف گپی رسول الله بود به هیچ وجه پذیرفته نمیشه، حتی از پدر و مادر. از پدر و مادر در مقابل گپی رسول الله پذیرفته نمیشه. دیگه چی میکنی؟ اینی دین است. از او خاطر راهیابی یک راهش است که انسان تعصبات، حسد، ضدبازی را، نعوذ بالله برتربینی را دور بندازه، به انصاف کار بکنه. همینجا شما سوال میکنی مولی سبتور فلیدین اینقدر زیاد میگی همین بالجهره، چرا اینطور است؟ چرا اینطور است؟ هیچ حاجت به سوالی من نیست. ولی کتابات تصنیف شده الحمدلله. رساله خیلی زیاد است. رساله خیلی زیاد است. در اصل مرجع مراجعه بکو. در این رساله هم گفته برای تایید مسلکی خود حواله داده سری بخاری. در او رساله هم گفته، در او رساله هم گفته برو خودی بخاری را بکش، حدیث ها را کلش مطالعه کو که چه قسم است، کیفیت چی رقم است، موضوع چی رقم است، خود به خود برات معلوم میشه. حاجت به این نیست که تو باز بگویی که والا من اینجا نفهمیدم. در اصل کنده تو مراجعه بکو، خود به خود برات معلوم میشه. در رساله جزء حدیث آورده، دیگه جزیش ترک کرده. یک عالم که حدیث تایید کرده او عالم قولش نقل کرده، ده عالم که او را رد کرده او را قولش نقل نکرده. چرا؟ به خاطری که رساله تلاش کرده گپی خود قبول کنه. لیکن ما به مرجع باید در کنده برگردیم که کنده چی رقم است، کنده چی گفته. بس خلاص خود به خود کلی مسئله برای ما واضح میشه. ما توصیه ما همیسته و به خاطر خود نمیگم. نعوذ بالله دشمنی با یک عالم هم ندارم. انشاءالله محبت کلگی به خاطر الله در قلبم جا داره، به خاطر که خدمت دین کرده و سلفی ما بود و مردمایی بودن که یقینا به دین خدمت کرده. بله خطاهای اجتهادی داره. خطای اجتهادی معنا داره که اگر خطام شده الله یک ثواب برش داده، او یک ثواب گرفته. از او خاطر اصل دین است. خو یهود اینطور نبودن. و قالوا قلوبنا غلف، دلهای ما در پرده است، هیچ نوع تقریر، تبلیغ، دعوت شما سر ما کارگر نمیشه. یک معنی است. و قالوا قلوبنا غلف، گفتن دلهای ما ظرفای علم است، دیگه چیز جای نمیشه، اما چیز از ما فرا گرفته دیگه در اونجا گنجایش نداره. الله میگه ایگه پیتان دروغ است، غلط میگه، دروغ میگه. بل لعنهم الله بکفرهم، نشنیدن حق و نرفتن به سوی حق. ایره کمال خود میدانستن که ما مستغنیستیم. الله میگه تو نمیفهمی بیعقل، ای در حقیقت انحراف از راه درست است. به سبب کفر شما نتیجه اینمی رقم شده که الله تو را از اینمی خیرم محروم کرده. از چی محروم کرده؟ از خیر محروم کرده که تو گپی حق بشنوی. نمیتانی حالی شنیده، تو نمیتانی که بشنوی. فقلیلا ما یؤمنون دو ترجمه است. فقلیلا ما خیلی کم، فقلیلا ما خیلی کم یؤمنون یا ایمان میاره. همونطور هم بود. از یهود بسیار کم مردم ایمان آورده، از نصارا زیاد، از یهود بسیار کم بود. عبدالله ابن سلام عالم یهودی است که ایمان آورده، بسیار کم. علتش چیست؟ علتش است که خود مستغنی میدانستن، پوره میدانستن، برتر میدانستن و آماده نبودن به حقانیت، شنیدن حقانیت دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ تا وقتی که دعوت خود نشنوی، به چشم سر نبیری، حقیقت و حقانیت از او بری تو معلوم نمیشه. از او خاطر دمو تاریکی باقی میمانی. دوم ترجمه فقلیلا ما یؤمنون، خیلی کم هم ایمان نمیاره. ما نافیه در این صورت میشه. خیلی کم ما یؤمنون، ما یؤمنون ایمان نمیاره، ایمانا قلیلا، خیلی کم هم ایمان نمیاره. پوره ایمان خب بگذار یا کمکم تسلیم نمیشه، یا این قدر ضدی و عنادی است. ولما جاءهم کتاب من عند الله، هرگاه که آمد برشان کتاب از جانب الله، خود مبلغ بودن، خود دعوت میدادن، لیکن وقتی که زمینه ایمان آوردن فرا رسید، آلی خود انکار میکنه. مولای صاحبای ما
هر جای گفت قرآن و حدیث قرآن و حدیث. خب وقتی که گپ قرآن و حدیث بیا باز بعد از خودشان نمیپذیره. تعجب نه؟ هر روز در سر منبر میگه پیروی کتاب الله و سنت رسول الله چیست؟ ضروری است. وقتی که حدیث پیغمبر عملی برش بیا باز یک دم جندی میشه، جن میگیرشه، از مدینه فارغ میباشه، از مکه فارغ میباشه. تالی را پول و پیسه امو جامعه را خورده رویست به نام دعات، اما اینجا آمده 10 سال در مسجد تیر کرده به جز از بدعت دیگه کار نکرده. خب اگر یک مسلمان جوان پیدا شده سنت زنده کرده، آلی در مقابلش تبلیغات شروع کرده، مردم تحریک کرده. مردم چی میگه؟ یا میای سیکتو، شما خبر نداری، یا شما یارا بشناسی، یا سری جراب مسا میکنه. سری جراب مسا میکنه. و مولی صاحب سری جراب مسا کردن عیب است. تو میگه پیت سنجش کو با مردم توی انگیزه را دادی که سری جراب مسا کردن خلافی چی است؟ دین است و عیب است. خوی کار رسول الله کرده دیگه. پیغمبر معیوب شد، نسبت عیب به پیغمبر میکنی او خبرم داری، چرا این کار میکنی؟ خو خیر، این علمام یک روز در پیش الله استاد میشه که چی چیز پیششان قدر داشت؟ دین الله، سنت پیغمبر یا منافع شخصی؟ کدامش قدر و قیمت داشت؟ ای برشان میآید انشاءالله. یهود وقتی که در مدینه آمدن به کفار ای را خبر میدادن که یک وقت پیغمبر در اینجا میآید و ما به همراهی از او لشکر از او جور میشیم، باز ما سر شما کامیاب میشیم، باز پاچایی از ماست، دبدبه شان شوکت از ما میباشه. این را پیشگویی برای چی میکردن؟ مشرکین میدادن. خود زمانی که پیغمبر آمد تا او وقت دکانداری از یا چی شده بود؟ بگه شروع شده بود. آلی دیدن که دکانداری خراب میشه، پذیرفتن دعوت رسول الله را؟ نه، بلکه مخالفت کردن. مخالفت کردن. کتاب الله تورات نشانه هایی که موجود بود او را پشت سر انداختن، در قصه شام نشدن. علت چی بود؟ علت یا اینطور فکر میکردن که همین نبوت در خاندان کی میاد؟ خاندان ما در بنی اسرائیل میاد. زمانی که دیدن که در بنو اسماعیل آمد، این خود سرزمین عربستانی پیغمبر مقرر شد، یک دم یار از ضد و عناد فرا گرفت، تسلیم نشدن که این را میپذیرفتن. الله مزمت از یار بیان میکنه به خاطر ازی که نبوت تقسیم کیست؟ الله. تقسیم کی است؟ الله علیم است، علم محیط داره، کی اهلیت نبوت داره، کی قابلیت نبوت داره. این به قوما نمیرسه که فلانی قوم است باید برزو داده شود. از امو خاطر است در نظام مقدس اسلام اهلیت معتبر است. تقسیم حکمت‌ها و وظایف بنابر قومیت و سمت نمیشه. این را من براتون واضح میگم. تا زمانی که اینمی نظامای فعلی که در افغانستان حاکمیت داره و چوکیات تقسیم به اعتبار تنظیما میشه، چوکیات تقسیم به اعتبار قوما میشه، چوکیات تقسیم به اعتبار سمتا میشه، خیر و فلا را شما بدیده نمیتانی. چرا؟ در نظام مقدس اسلام حکومتداری و تقسیم وظایف بنابر چی میشه؟ اهلیت و امانت داری میشه، نه به قوم، نه به سمت بازی، نه به تنظیم، نه به ایگپا. اهلیت اعتبار داره، نه ای که فلان قوم است من ایک را قبول دارم فلان قوم نیست ندارم. الله مزمت بنی اسرائیل بیان کرد که امت پیغمبر مبتلا به ایگپ نباشه، نعوذ بالله، که معیار پیش از یا اصل پذیرفتنی دین باشه، نه ای که در فلان قوم است در فلان نیسته. ولی افسوس است امروز امو پروسه چیسته؟ به شکل رسمی ادامه داره نداره؟ اینی قدر چوکی برای فلان تنظیم، اینی قدر چوکی برای فلان بگه تنظیم. ولما جاءهم کتاب، هرگاه که آمد برشان کتاب من عند الله، مراد از کتاب قرآن کریم است، سابقی از یا که بر ترتیب تیر شده بود، هر قسم که شده بود، لیکن کتاب جدید آمده. اینطور کتابی که جامع است، اینطور کتابی که با مجرد مطالعه و تفکر و تعامل در کتاب روح و روانی تو جذب میشه، پس دل و جان تو تایید و تصدیق میکنی که بله یگانه راه خلاصی مده عملی کردن کتاب است. امی کتاب پیش قانونی ما باشه، آینه ما باشه که دو دیده ما عمل بکنم. اینطور کتاب و چانس بری از یا میاثر شد.
هرگاه که آمد کتاب از جانب الله، کتاب هم از جانب الله آمده، چرا که تاییدش توسط معجزه ها شده. او اینطور کتاب هم است که تایید کننده امون نشانه هایی که در کتاب های خودشان ذکر شده امون نشانه ها را تایید میکنه یا موافق امون نشانه هاست، یا ایست که این کتاب تایید میکنه کتاب های سابقه را مغایرت نداره. مصدق لما معهم، که تایید کننده است همراه و کتاب هایی که همراهشان است. و کانو بودن یعنی انگیزی ایمان آوردن پیش از پیش دیا موجود بودن. با مجرد آمدن کتاب بعد اول نمبر علم برداری کتاب، دعوت دهنده کتاب، قبول کننده کتاب، همین مردم بعد میشد. با وصف عمیق قدر انگیزه ها و بواعث یا آن چیزی که باعث ایمان آوردن است امروز از جا موجود بود، باز هم یا انکار کردن، از قرآن قبول نکردن. و کانو بودن من قبل پیش ازی یستفتحون، خبر میدادن علی الذین کفروا، بالای کفار خبر میداد، اعلان میکرد واره که ای مردم اینی طور یک پیغمبر هم یا کتاب آمده نیست، ما همراهش یک جا میشیم، لشکرش جور میشیم، سر شما باز ما زور میشیم، باز شان و شوکت و دبدبه از ما میباشه. فلما جاءهم، هرگاه که آمد برشان ما همو پیغمبر یا همو کتاب، عرفو که میشناختن، خب میشناختن که همو کتاب است، نشانه های واضح که در کتاب های خودشان ذکر شده بود کلش در ایران نمایان بود، پرده و پنهان نبود. کفرو بی، انکار کردن برو کتاب یا برو پیغمبر، نپذیرفتن. فلعنت الله، پس لعنت الله علی الکافرین، بالای کسایی که انکار میکنه. هر کس که از حق انکار میکنه بعد از اینکه از هر طرف دلایل برای پذیرش موجود باشه لیکن بازم تو نمیپذیری، اینجا لعنت الله گرفتار میشی. لعنت الله عبارت از چی است؟ سلب توفیق است که الله دیگه رحمت سرت نمیکنه، توفیقت از بین میره، مثل ابلیس واره. الله آدم در لعنت الله خدا مقرر نکنه. از همون خاطر در کدام گناه ها که در جزایش کلمه لعنت آمد از جانب الله و رسول الله بسیار خطرناک گناه هاست. ابرو چیندن، خال کوبی، مثلا چی هست دیگه، مویای زافر در مویای خود یک جا کردن، دندانا را مابینش مسافه پیدا کردن، یا کلش لعنت است. پیغمبر علیه السلام پلوانای زمین تبدیل کردن، بدعت ایجاد کردن، لعنت گفتن بالای کسی، کلش اینطور گناه های است که در موردش لعنت گفته شده. از او خاطر از این طور گناه ها سخت آدم حراس داشته باشه، به خاطر که نعوذ بالله سلب توفیق نشوه که آینده انجام طور الله متعال در کفر تیر نکنه. از او خاطر انسان زود توبه بکشه و رجوع بکنه. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله، خیلی بد است، بئس ما، خیلی بد است آن چیزی که اشتروا فروختن. کلمه اشترا ای از ازداد لغت است، فروختن و خریدن هر دو را معنا میده، اینجا هم همونطور است. بئس ما اشتروا، خیلی بد است آن چیزی که فروختن، بهی توسط یزو انفسهم، نفسای خدا، توسط یزو نفسای خدا فروختن. او کدام است؟ ان یکفروا بما انزل الله، الله موقع داده بود استعداد، قابلیت، امکانات، با جای ازی که یا اعتراف میکردن، حق میپذیرفتن، داعی حق جور میشدن، خدمتگار حق جور میشدن، یا در جای از او انکار با ما انزل الله را شروع کردن. آن چیزی را که الله روان کرده ما باور نداریم، ما یقین نداریم. ما انزل الله دو چیز سالی، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی بد است که یک انسان کل سرمایه خدا به انکار قرآن و حدیث مصرف کنه و بگویه که من قرآن و حدیث قبول ندارم، نعوذ بالله. این بسیار سخت است، چرا که بهترین چانس از دست داده. بئس ما اشتروا، خیلی بد است آن چیزی که فروختن، بهی در مقابلش انفسهم، نفسای خدا. چی است همون چیز؟ ان یکفروا، که انکار کردن، بما، به او وحی که انزل الله، الله روان کرده. چرا انکار کردن؟ نمیدونستن؟ نه، بغیان، از روی حسد و ضد. ان ینزل الله، ضد چی در کرده؟ ضدی کار کرده. ان ینزل الله، که میفرست الله متعال من فضلی، از احسان خود، علی من یشاء، بالای کسی که الله بخواه، من عبادی، از بندگان خود، نبوت، دلایل بالای پیغمبری خود روان میکنه، یا را زور میده، یا علی ضد میکنه، حسد میکنه که چرا سری پیغمبر میاد؟ باید پیغمبر در قوم ما میامد. و مردکه
تو پیغمبر پشتش میگردی ضرورت داری یعنی که از قومت باشه؟ کدامشه؟ منظوری تو رهبری درست است که تو را راه سعادت و نیکبختی را بیان کنه. خدا کنه از قومت باشه یا از بیگانه باشه، این مهم نیست که بعد از قوم باشه. تو فقط رهبر کار داری، رهبر محمد رسول الله با تمام معنا، شخصیت کامل برگزیده، بلکه در بین انبیاء علیهم السلام افضل ترین شخصیت است. او آمده گپی از او را بپذیری به سر و چشم. این خو نیست که حتما از قومی تو باشه. از او خاطر الله متعال بدی از یار بیان میکنه. میای عالی فباو بغضب، گرفتار شدن به غضب، علا غضب، بالای غضب دیگه. پیشم در شریعت موسی علیه السلام نعوذ بالله تحریفات کردن، نپذیرفتن، عمل سرش نکردن و کتاب هم از پیشان ضایع شده بود. اونجا مبتلا به غضب الله شد. حالی که جدید کتاب آمد، شریعت برش آمد، عالم نمیپذیره، این غضب دیگه شد، غضب بالای غضب شد. وللکافرین عذاب مهین، هر کس که این منکر است عذاب رسوا کننده الله برش مقرر کرده، یا در دنیا الله این رسوا میکنه یا در آخرت. و اذا قیل لهم، میایم تشریح میکنم یک کمی. و اذا قیل لهم آمینو، وقتی برشان گفته میشه ایمان بیاری بما انزل الله، به او چیزی که الله روان کرده، قرآن و حدیث شما قبول کنی. قالو میگویند نؤمنو بما انزل علینا، ما فقط ایمان داریم به کتابی که سری خود ما آمده، تورات. و یکفرون بما وراءه، انکار میکنه به غیر تورات، یعنی ما سوای تورات سری دیگه کتابا انکار میکنه. و هو الحق، حال است که ما سوای تورات هر کتاب دیگه که از حق است، مصدقا لما معهم، تایید کننده است امرای کتابی که امرایشان است، یا تایید کننده همون نقشه هاست که در کتابایشان است، یا موافق است برای او مضامین اصولی و عقیدوی معهم که امرای از واست. در اصول یکی هستن. قل بگه پیغمبر علیه السلام دروغ میگه که ما تنها کتاب خود قبول داریم، از دیگار نه، از خودم قبول نداره. در کتاب خودتان قتل انبیا آمده چی؟ فلما تقتلون، چرا شما قتل میکنی انبیاء الله، پیغمبران الله را؟ من قبل، پیش ازی، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا خدا ایماندار میگه. ایماندار خو که به کتاب خود ایمان داشته باشه خلاف کتاب خود خو نمیکنه. ایمان چی رقم ایمان است از شما؟ در طول میگم دیوال تو بشنو. من میگم که نمونه ازی که در بنی اسرائیل کدام گپ تیر شده باشه، نمونهش در امت پیغمبر حتما موجود است. چرا رسول الله گفته لتتبعن سنن من کان قبلکم، خامخا شما تابعداری میکنید طریقه های مردم پیش از شما را. شبرن به شبرن و ذراعن به ذراعن، بلست به بلست، گز به گز، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر وا در غار سمسره داخل شده باشه شما هم داخل میشوید. وقتی که اینجا برشان میگی که بیا که فیصله بکنیم با قرآن و حدیث، میگن نه ما به خود مذهب داریم، با جز از کتاب مذهبی خود دیگر قبول نداریم. و مرد که دیگه هم حق است، تنها خوی نیست که مذهبی تو حق است. امام شافعی چی رحمه الله غلط میگه، دروغ میگه. امام مالک رحمه الله دروغ میگه. احمد بن حنبل رحمه الله دروغ میگه. چی؟ و حق نیست. خیلی خوب، خیلی خوب، تنها از خودم. نه بله، حدیث ما با شرط قبول داریم که در مذهبی ما آمده باشه، امام صاحب گفته باشه. این را کی برات گفته؟ خو اما کتاب خودم قبول داری یا نه؟ قبول داری؟ فتاوای شامی را میکشیم. این مسائلی که تو انجام میدی ملا صاحب امی تو که بعد از سنت به هیئت اجتماعی دعا میکنی، در کتاب حنفی چی نوشته است؟ در کتاب فقه حنفی نوشته است میگه وقتی که فرض خوانده شد باید ملا امام سرش واجب و ضروری است که جای فرض تغییر بده، یا طرفی راست یا طرفی چپ، یا پشتی سر بره یا خانه بره. در کتابای فقهی طور ذکر کرده ملا صاحب تو جای به جای امونجا که فرض ادا کردی امونجا سنتی تم ادا میکنی. چرا فقه تا قبول نداری؟ فقه تو خیلی طور گفته بود بری مقتدی مکروه نبود که در جای فرض سنت بخوانه. در فقه تو همین طور ذکر بود. خب با تو مکروه بود، تو چرا طور کردی؟ چه رقم فقه را قبول داری؟ فقه تو گفته بود که افضل است که سنت در خانه خوانده شود. در فقه تو همین رقم است. تو را به الله قسم 10 سال امامت کردی، یک روز یک سنت در وجود خواندی؟
کدام فقه را قبول داری؟ نه من حنفیستم. چی رقم حنفیستی؟ کدام رقم حنفیستی؟ تو حنفی را بگو. دم فقه حنفی در بعض کتابای تعدیل ارکان و تمانیه ایره سنت گفته، سنت معکد، لیکن مفتابهی قول در فقه حنفی تمانیه و تعدیل ارکان واجب است. چی است؟ بدون از اون نمازت کامل نمیشه. خیر تو که تراویح میخوانی تمانیه و تعدیل ارکان وجود داره؟ کجاست؟ خب فقه را قبول داری؟ فقه حنفی را راست میگی؟ ها؟ یا دروغ میگی؟ فقه حنفی را قبول داری؟ بیا دیگه فتاوای شامی برات نوشته میکنه، رساله نوشته کرده در مجموع رسائل، شفاء البلیل و بل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات و التهالیل. کسی که میموره وصیت میکنه که پشت ما اینی ختم بکنه، اینی قدر لا اله بگوی، این وصیت ها چی است؟ باطل است. در اوجا باز ایرم نوشته کرده که کسی قرائت قرآن برای ثواب میخوانه، اگر کسی پول میده ام به گیرنده حرام ام به دادنی حرام است. تو چرا؟ تو که امروز تراویح را میخوانی که بر 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 در 3 شو خواندی، در 4 شو خواندی، قاری صاحب دیگه کلی سال قاری صاحب چی میکنی؟ ولا وقتی چی است؟ موسمی بگوی موسمی چیست؟ پیداگری است. موسم پیداگری است. موسم پیداگری 40,000 یک جای گرفته، 40,000 دیگه جای، 20,000 دیگه جای، 6 ختم پی در پی کرده. 6 ختم. تو حنفیستی؟ تو را بالله قسم در فقه حنفی برات گفته که اجرت حرام است یا حلال؟ کدامش است؟ اگر حنفیستی. خو حنفیستی؟ خیلی خوب. در حنفیت نوروز چی گفته؟ حرام گفته یا حلال؟ فقه حنفیستی؟ بله. تابعش هستی؟ الوای شام، جمعگی، سالپورگی، چلی، ای حلال است یا حرام؟ در فقه حنفی چی گفته؟ فقه حنفی را قبول داری؟ ای فاتحه گیری که میکنی اونجا در سالون، این نفرا که فرش استاد میشه، اینا چی گفته در فقه حنفی؟ یک برادر نوشتم کرده بود که خرافات و فقه حنفی نمیشه. ما ماموره میگیم که به نام حنفیت چرا اینقدر خرافات میشه؟ مذاهب اماما کدام مسائل که جمعواری کرده ما براتون گفتم. یکی مسائل منصوص می باشه که در اون نصی سری وجود داره، قرآن حدیث، اونجا قول عالم بازه هیچ اعتبار نداره، گفته نگفته هیچ اعتبار نداره. یکی مسائل است که در اون نص وجود نداره، اونو را ما و شما مسائل اجتهادی میگیم که او زحمت کشیده، کوشش کرده که از یک نص یک حکم استنباط کرده باشه. او دو احتمال داره، یا به ثواب رسیده یا خطا شده. تو پشتی ثواب میری نه پشتی خطا. الله بر از او اجر داده، خود تو پشتی ثواب میری نه پشتی خطا نمیری. پشتی ثواب برو. ما میگیم پشتی ثواب بریم، شما میگه نه اینمی ما وقتی که پابند یک مذهب شدم، اگر ثواب است اگر خطاست من امیر عملی میکنم، دیگر عملی نمیکنم. خلاص. چرا؟ به خاطری که در مذهبم اینطور است. اینی را مردم میگه تقلید کورکورانه و اینطوری تقلید در شرک آدم میرسانه. اینطوری تقلید در شرک. چرا؟ اطاعت یک شخص از اندازهش چی میکنی؟ بالا میکنی و نعوذ بالله حتی عقیدت به معصومیت باز پیدا میشه. اینطور است. اینجا قرآن کریم چه قواضی میگه؟ یهودا میگفتن بیای کل کتابای الله را بپذیری. چرا؟ تورات هم از جانب الله است، قرآن هم از جانب الله است. تورات هم میپذیری، قرآن نمیپذیری. نپذیرفتن قرآن نپذیرفتن تورات است. چرا؟ که از چند منبع آمده؟ از یک منبع. آمده. خب خیلی خوب. امی تو که میگی غیر از تورات دیگه کتاب قبول نداریم، امی تورات واقعا قبول داری؟ تورات چی توصیه برات کرده؟ که سر چیز ایمان داشته باش و چه قسم ایمان داشته باش. تو خورم نه عملی نکردی. انبیاء علیهم السلام قتلش حرام، گناه کبیره، بدترین سختترین عذاب از او کسی است که به دست پیغمبر کشته شده باشه یا پیغمبر او کشته باشه. سختترین عذاب از این شخص می باشه. شما چرا پیغمبر را قتل کردی؟ خب در این آیات ها و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا بودن، پیش از اینکه خبر میدادن کفار. اینجا بعضی توسل میگه اینجا دلیل برای توسل است.
میگه اصل اینطور بود. در بعضی تفسیرها گرفته و کانو بودن من قبل پیش از یستفتحون طلب فتح میکردن، دعا طلب میکردن که ما غلبه حاصل کنیم، فتح حاصل کنیم، غلبه حاصل کنیم. بالای کی غلبه حاصل کنیم؟ هل الذین کفروا، بالای کسانی که کافر هستند. یا دعا میکردن اینطور میگفتن که اللهم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، یا الله ما را نصرت بده با واسطه بر روی او پیغمبری که در آخر زمان مبعوث میشه، فرستاده میشه. الذی نجد نعته فی تورات، امو پیغمبری که صفاتایش در تورات میابیم. یا میگفتن انا نسألک، ما سوال میکنیم بحق نبیک الذی، بحق و پیغمبری تو وعدتنا، بحق و پیغمبری که وعده کرده بر ما، ان تبعثه فی آخر الزمان، که تو روان میکنید آخر زمان. اینطوری دعا میکردن. این توسل به زوات ثابت شد. و کفار دعا طلب میکردن که سر کفار کامیاب شوه، اهل کتاب یهود، و به حق پیغمبر سوال میکردن. اول خو این روایتی که مفسرین ذکر کرده، این روایت ضعیف است. باز قاعده است که این تفسیر مشخص نیست. ما تفسیری را کردیم که اکثر مفسرین این قول راجح را قرار داده که برای از استفتاح خبر گرفتن یا خبر دادن است. یا هر وقت پرسان میکرد که پیغمبر در بینتان پیدا شده یا نشده، منتظر بودن. یا است که خبر میدادن که اینطور پیغمبر میاد، ما به همراهیش یک جای میشیم، با سر شما زور میشیم. او معنا را کردیم، این مسئله نبود. دوم است که قاعده است که این شریعت من قبلناست. کدام شریعتی که پیش از ما تیر شده، هنگامی که در تضاد شریعت ما واقع شود، او شریعت دلیل برای ما نمی باشه. مثل که ما و شما سجده تعظیمی در شریعت های قبلی موجود بود، اما در حدیث نه تنها سجده که خود خم کردن هم در حدیث چی آمده بود؟ منع. او سجده کردن خود صراحتا در حدیث منع آمده بود. از او خاطر او دلیل برای ما شده نمیتونه، به خاطر که مناقض با شریعت ما شد. چی شد بگه؟ مناقض با شریعت ما شد. او در شریعت ما به حق کسی توسل نشده، بر روی کسی چی نشده؟ توسل نشده، بلکه به ضد شده. به خاطر که توسل غیر مشروع است، از او خاطر این دلیل گرفتن درست شده نمیتونه. چرا که عمل همو مردم است و این دلیل شده نمیتونه. دیگه گپا بر ما واضح شد که انسان انحصار طلبی نکنه. غرضی تو چی است که تنها کتاب خود قبول داری از دیگر نه. یک مولوی صاحب گفتم مولوی صاحب امی قول امام ابو حنیفه رحمه الله را چرا قبول داری؟ او گفت امام ابو حنیفه رحمه الله خب عالم بزرگ و قوی است، از کل کده بزرگ است. ما گفتم آیا بزرگی یا این دلیل شده میتونه که قولش پذیرفته شود؟ اگر اینطور خوب باشه باید ما اول بعد از پیغمبر قول ابوبکر رضی الله عنه رو بپذیریم، خلاص امور برای خود مذهب قرار بدیم. اگر مذهب هم 4 میشه باید 4 مذهب ابوبکری و عمری و عثمانی و علی شود، علوی شود، خلاص. گفت نه، او که گپ میزنه دلیل داره. دلیل تو نمیبینی که امام شافعی رحمه الله میگه که مردم در فقه عیال کیست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله است. او در قوی استدلالش قدر قوت داشت که اگر میگفت که اینی درخت سنگ است، سنگ ثابت میکرد. اینقدر قوی استدلال داشت. خو مولوی صاحب الله برات اجر بده، به این خاطر تو امام ابو حنیفه رحمه الله را پیروی میکنی که استدلالش قوی است، دلیلش قوی است. چقدر خوب است. امیر قطم میپذیری؟ گفت بله، چرا نه. ما گفتم خو امام ابو حنیفه رحمه الله را کتابی داری میکنیم به خاطر که دلیلش قوی است. اگر امام شافعی رحمه الله یک دلیلی قوی را در یک موضوع گفت، اگر امام مالک رحمه الله در یک موضوع یک دلیلی قوی را گفت، اگر احمد ابن حنبل رحمه الله یک دلیلی قوی را در یک موضوع گفت، اگر غیر از این 4 ده ها علمای دیگه در یک موضوع دلیلی قوی را گفت، بپذیریم یا نپذیریم؟ ایران شد دیگه. ایران به این خاطر بود که اگر بگه که بپذیریم خو خلاص شد دیگه، پیروی از یک مذهب باطل شد. اگر بگه که نپذیریم خو بند آمده. ایران شد. من گفتم بگو مولوی صاحب خیر است. گفت والا خالی راه چاره ندارم، مجبور هستم که بگم که بپذیرم. من گفتم خلاص دیگه که پذیرفتی، تو تابع دلیل شدی، تابع شخص نشدی، تابع دلیل شدی. و تابعداری دلیل ار 4 امام توصیه کرده. این گازی میدان
کی ثابت میکنه که گفته باشه یک امام که شما تابع دلیل نشوید، تابع قولی ما شوید؟ یک کس ثابت کنه. بیایی که مردم جمع کنیم، سری قرآن و حدیث جمع کنیم، سری دلیل جمع کنیم. منهج مسلک در دین یک چیز است، هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. مذاهب 4 مذهب فرق نداره، کلش تابع دلیل است. خلاص جایی که دلیل بود سرش عمل میکنیم، که نبود خلاص دیگه نمیکنیم. همین طور است. اینطور شده نمیتونه که آدم ادعا بکنه که من فقط مذهب خود نه. اگر مسئله در کتاب فقه حنفی آمده بود میپذیرم، اگر در فقه مالکی آمده بود نمیپذیرم. این خونمو ادعا است که یهود هم داشت. و اذا قیل لهم، او تعبیرمو تعبیر است، سعی کنی. و اذا قیل لهم، وقتی که برشان گفته میشه آمینو ایمان بیاری، برش گفته که ایمان بیاری سری فقه فلانی یا سری فقه فلانی؟ نگفته شده. میگه ایمان بیاری به ما انزل الله، به او چیز ایمان بیاری که الله روان کرده. از شما سوال میکنم الله کی روان کرده کدام چیز است؟ یکی وحی جلی، یکیش وحی خفی است. قرآن حدیث است. بیایی سری از ایمان بیاری. قالو میگویا نؤمنو بما انزل علینا، و میگه که ما ایمان داریم. ما خوب بود کتاب منزل خود داشت، تورات داشت یا نداشت؟ ما تو کتاب منزل هم نداریم که لا اقل در مقابل قرآن و حدیث خو امی قدر بگوی که یوم منزل است، یوم منزل است، امی قدر خو گفته بتانی. و یکفرون بما وراءه، انکار میکنه بغیر از امی کتاب منزلیشان، یعنی غیر از تورات، در حالی که وهو الحق، و غیر از تورات دیگه کتاب بالکل ثابت واقع داره. چرا که هر کتاب از کی میاد؟ از الله. کتابای الله فرق نداره. مصدقا لما معهم، تایید کننده سمرای اونمو امو چیزی که در اونجا بوده در این کتاب هم بوده. مسائل اصولی، مسائل عقیدوی، یا مطابق امو نشانه ها بود که در کتابایشان موجود بود. قل بگوی پیغمبر علیه السلام فلما تقتلون انبیاء الله، چرا شما پیغمبران علیه السلام قتل میکنی؟ یقینا که شما از سر ایمان نداره، کتاب خودم ایمان نداره. چرا در کتاب خودتان هم قتل انبیاء جرم بزرگ است. اگر کسی حلال بدانه کافر میشه. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید چرا قتل کردید؟ ولقد جاءکم موسی بالبینات، یقینا آمده بود برایتان موسی علیه السلام با دلایل واضح آشکارا، با معجزات. ثم اتخذتم العجل، لایقی بود که تایید نبوتی موسی علیه السلام شده بود. هیچ کار بدون موسی علیه السلام از خود اختراع نمیکرده، زیادت کمی نمیکرده، منتظر موسی علیه السلام می بوده. هر هدایتی که موسی علیه السلام براتان میکرد دنبال از او با نقش قدم از او روان میشده. لیکن شما در روز تاخیر کرده وحی، اینجا گساله پرستی را شروع کرد. قرآن همی دستور به ما و شما میده. ما را مامور ساخته ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. الله برات گفته اسوه حسنه، مقتدا، امام برایت کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم چیستا خیارته. بعد از تو اختیار داری که فرمانی الله و رسول شوه. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بیا الله برد میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. یک آیت نه، دو آیت نه، 10 آیت کل قرآن سریزی تاکید داره. کتاب الله، رجوع به کتاب الله، سنت رسول الله بپذیر 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 بپذیر. الگونومونه رسول الله، رسول الله پیروی از نقش و قدم رسول الله بکو. مکمل برات گم میگه کجا میری، در کدام طرف حالی تو گم میکنی خدا. موسی علیه السلام الله برای بنی اسرائیل مزمتش بیان میکنه. پیغمبر ماندن، آلی پیغمبر پشت شریعت رفته بود، پشت احکام رفته بود، خب می آورد. لیکن یا به گوساله از خود عبادت اختراع کردن، از خود معبود از خود جور کردن، عبادت هم چی کردن؟ از خود اختراع کردن. الله بدیش بیان میکنه تو امتی پیغمبر علیه السلام نه از خود معبود جور کو، معبودی الله است، و نه از خود عبادت جور کو طریقه هایشه که به این طریقه عبادت کنه، اینی قسم اینی قسم. نه، هر عبادت از کی بگی نقششه؟ از پیغمبر علیه السلام. اگر ذکر است، اگر نماز است، اگر اذکار است، اگر استغفار است، اگر توبه است، اگر استخاره است، اگر سجده شکر است، هر چیزی که است، صلات حاجت است، کلش از پیغمبر بگی. عبادت امو رقم
حج میکنی از پیغمبر بگی، زکات میدی از پیغمبر بگی، روزه میگیری از پیغمبر بگی، کلش از پیغمبر بگی. و انتم ظالمون، شما ظالم هستی، خیلی ظالم هستی. که تعالی را موسی علیه السلام زیاد وقتام نشده، پس تعالی را نامده که سرنوشت معلوم شوه. شروع اینقدر عجله داشتی، اینقدر خب شما مبادرت و پیشتازی برای اجرای حکم الله داشتی که ما به عبادت باقی نمانیم، بیا که شروع کنیم. تا این اندازه را این کلش از چی بود؟ بگه هوس طلبی و خواهش طلبی بود. و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفتیم ما از شما وعده محکم. تعجب در اینجا الله متعال از یا وعده محکم میگیره در تورات به ذریعه موسی علیه السلام در مورد تعمیل احکام خود. لیکن این مردم با وصف همی قدر تاکیدات عملی نمیکنه. و رفعنا فوقکم الطور، بالا کردیم بالای شما کوی توره. الله کوی توره ام معجزه برای موسی علیه السلام بود، ام تهدید برای ازیا. کوی تور همینطورش مثل صحابان واره چطور شد سرشون، کوی تور سرش آویزان شده بود. از او خاطر در سجده خودان یک لبه سعی میکردن. حالی هم امی یهود سجده خدا یک لبه میکنه. خب از او خاطر خذوا ما آتیناکم بقوة، براتان گفته بودیم بگیری آن چیزی را که ما برات دادیم. کدام کتاب شریعتی که ما برات دادیم او را بگیری. با چه چیز بگیری؟ بقوة، با قوت عمل، با کوشش عملی کنی. اینطور نیست که کتاب همونطور آمده شما فقط حافظه واره بر بخوانه. این کتاب برای عمل آمده، مطلب از زیر درک کنه، بعد از او سرش در زندگی عمل بکنه که سببی به هدایتتان شود. واسمعوا، بشنوی، یا واسمعوا قبول کنه، بپذیره. ایره اینطور خو نیست که معظی میگی ما به کتاب عقیده داریم. قالوا، گفتن سمعنا و عصینا، در زبان خو گفتن شنیدیم، لیکن در عمل و عصینا ما نافرمانی کردیم. چرا اینطور است؟ دلیل چیست؟ الله متعال چی مرضش بیان میکنه. محبت یک شی که در تار و پودی یک کسی داخل شود، در رگ رگ از او داخل شود، کشیدن از او بسیار سخت است. چی است بگوی؟ از او خاطر است که موسی علیه السلام تلاش میکرد قسم قسم معجزه و عجایبات قدرت الله را برش نشان میداد تا که عقیده توحید مردم پخته شود، تا که آخر امر منجر به ذبح چی شد؟ بقره شد که در قلب از یاد دیگه شایبه باقی نمانه، عقیده توحید پخته شود. الله میگه که در قلب از یا اشراب شده. اشراب میگه ما و شما در دیهات وقتی که یک زمین او میدیم ولی او را شواو میدیم، رشقه باشه، شفتل باشه که خوب سیراب شوه، رگ رگی زمین چی شوه؟ تر شوه. سبا که میره گنده درخت سعی میکنی که 1 متر نم بالا شده. اما تو رست یا نه؟ اینی را اشراب میگه. چی میگه؟ خوب سیراب شدن. از او خاطر و اشربی فی قلوبهم العجل، در دلهای از یا چی سیراب شده بود؟ بگوی محبت گوساله پرستی. او چرا؟ به سبب کفرشان، انکارشان از حق. چرا؟ قاعده است وقتی معبودی بر حق توحید قبول نداری، حتما محبتت با چی؟ غیر الله چی میشه؟ پیدا میشه، زیاد میشه. هر قدر محبتت با الله تکمیل میشه، کامل میشه، با غیر الله چی میشه؟ باید کم شده میره. از او خاطر آلی تو کدام جانبه باید تقویت بدی؟ کدام جانبه؟ هر قدر که محبتت با رسول الله زیاد میشه، نفرتت با بدعت پیدا میشه. با توحید زیاد میشه، نفرتت با شرک پیدا میشه. خود به خود آلی از قلب از یا اینی محبت دور کردن وقت و زمان میخواه. درس برای ما چی میده؟ عوام ما می رقم است. یک کسی که 10 اولاد خود بند آورده، آلی بگه 11 اولاد خود بی بند کلان کردن سرش سخت تمام میشه. به مجردی که گریه بچگه که خود بشنوه، امی دیستی ذهنش میره در چی چیز میره؟ که بندش پخته نیست. بندش پخته نیست، باید پخته شود. از او خاطر این مردم باید، ما که دین روز براتان گفتم که 10 مرتبه ترجمه شوه، بعد از عقیده توحید پخته میشه. بار ترجمه قرآن بشنویم، بخوانیم تا که عقیده پخته شوه. دمو موقعی که همی گپ برات پیدا شد که والا یازدم بچگک ناجور شده، با زن خود چی میگه؟ برات گفتم نرفتید بندش پخته نکردی، این ای گپ نکردی، اگه سبا بمره خو الله میرانشه. الله در تقدیر نوشته که خو بمره دیگه. حالی دیگه این بردکه ورخطا میشه. چرا ورخطا میشه؟ سبا زنا زبان سرش میکشه
که این بچه وفات کرد، تو را گفتیم که بند بیار. امی قدر علم قطشان نیست که مرگ و زندگی در اختیار الله است. الله مرا میمیرانه. الله همو پیر صاحبی که بند دادم میمیرانش یا نمیمیرانش. خو از خود دفع کده نمیتانه. امروز این رو چی در زنده نگاه کده میتانه. از او خاطر است که با جا آوردن، برا آوردن مردمایی که خیلی وقت دینی طور مزخرفات و عقاید غلط تیر کرده باشه بسیار سخت است. و اشربوا فی قلوبهم، سیراب کرده شده، داخل کرده شده در دلایشان العجل، محبت گوساله، بکفرهم، به سبب این کارشان، مسلسل یا منکر از حق بودن. هر قدر که گناه میکنی امو قدر تعلق و رابطیت با غیر الله زیاد قوی شده میروه. نعوذ بالله، الله از یادت میروه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام بیس ما یامرکم، خیلی بد است آن چیزی که امر میکنه بهی به او چیز. چی چیز؟ ایمانکم، ایمانیتان. شما ایره ایمان میگه. ایمان خوره میگه که انسان از آلودگی، از شرک و بدعت، از اموری که سبب هلاکت انسان است، وجدان و عقل سلیم انسان نمیپذیره، از او انسان راهنمایی کنه، روشن بسازه راه ها را برایت. ایره مردم ایمان میگه. ایمان بر ضد نیست که تو را در تاریکی کش کنه، در سجده غیر الله تو را تشویق کنه، ترغیب کنه. ایره خو ایمان نمیگه. ایره شما ایمان میگه. ایمان نیست، شما خطا شدی. ان کنتم مؤمنین، اگر شما دعوای ایمان نداری، ایمان نیست. ایمان انسان به سوی روشنی دعوت میده، به عبادت یک الله دعوت میده، تو را مستغنی میسازه، مفکوریت صحیح سالم صاف میسازه، به یک طاغوت هم چاپلوسی نمیکنی، به یک طاغوت تسلیم نمیشی، نفع ضرر کلش از ناحیه کی میدانی؟ الله متعال میدانی. ایمانی نمیره میگه. خب معلوم شد که ایمان نبوده. چی بوده نبوده؟ اگر ایمان میبود شما را از شرک رها میکرد، نه شما را در شرک مبتلا کنه. چیزی که آدم در شرک مبتلا کنه ایمان شده نمیتونه. قل بگوی پیامبر علیه السلام این کانت لکم الدار الاخرة. یهود دیگه چی میکرد؟ انحصار طلب بودن. اینطور امتیازات به خود اختصاص میداد که پرسان نکو. اختصاص میگفت جنت در تیکه ماست. یهودی جنت میره دیگران نمیره. عجیب گپاست. اینی را مردم میگه خیال پلوا. تو چی کرده که جنت در تیکه توسته؟ الله متعال دروغی از یار واضح میکنه. چرا؟ قاعده ایسته که هرگاه کسی لاف میزنه در میدان عمل دعوت بدیشه که اون لافش معلوم شوه. مردمایی که میگه من محبت با پیغمبر دارم، فقط دعوت بده که تو بیا امی سنت رسول الله را عملی کو. اینی سنت است، اینی سنت است، اینی سنت است. که پیغمبر دوست داری یا نداری؟ واقعیت است یا نه که دروغ میگی لاف میزنی؟ نکوی طور کاره. اینجا ایره میگم مباهله. میگم ما در جنت میریم دیگه کس رفتن نمیتونه. خیلی خوب. در جنت رفتن اولین مانع کی است؟ چی است؟ مرگ. چی است؟ چرا که جنت انسان وقتی میره که مرگ سرش بیاید. اول مرحله را طی بکو. خو این در این دنیای غم و اندو و رنج و مصیبت، مشقت و تکلیف و محنت که هر روز خون میخوریم، خصوصا در عصر حاضر، چی میکنی که تو زنده باقی بمانی؟ از الله مرگ طلب کو که گرپی تل مرگ بیایا و بری دمون نعمتایی که تو میگی که جنت در تیکه ما است. لا اقل چند روز زندگیت خو اونجا خوش تیر شود. در جهان ابدی خو بری. یهود آلی آماده است به این گپ؟ نیست آماده. از مرگ که آدم میترسه؟ از دو وجه میترسه. یک وجه ایست که عمل شوم و ناشایسته داری، میگی که بمرم دیگه اوجا دبودوب سرم شروع میشه، زدن و کندن شروع میشه. عمل درست نداری، از او خاطر هراس از مرگ داری. اگر تو عمل درست انجام داده باشی، کلی حرکات زندگیت، بعد زندگیت مطابق تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه وسلم، موافق احکام الله تیر کرده باشی، در یک لحظه از مرگ هراس نداری. در هر لحظه که میآید. چرا که تو آماده استی. و امی توصیه ابراهیم علیه السلام به اولادش بود که یا بنی چیست؟ ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرگ نبیه سرتان مگر در حالی بیاید که مکمل تسلیم به الله باشه، به الله متعال تسلیم باشه. اینطور حالت نباشه خالی که اونجا تو نافرمانی الله را کرده باشی و در اونطور صحنه سرت مرگ بیاید. مسلسل تابعدار دین باش،
در گوشه و لحظهش که مرگ میاد تو تیار تسلیم به الله هستی. این توصیه را کرده بود. یهود همینطور است. شما خو که ادعا داره که جنت از ماست، مرگ طلب کنید. از مرگ کسی میترسه که عمل ناشایسته و غلط داشته باشه. دوم کسی میترسه که میگه مرگ مرا بیخی از بین میبره، همه امکانات همه داشته هایم از بین میره. اگر کسی مرگ شناخته باشه که انتقال از داری فنا به داری بقا، از داری رنج و تکلیف و مصیبت به داری چی است؟ سعادت و نیکبختی است، گایم از مرگ راست نمی داشته باشه. از دو خاطر وقتی ادعا را کرد لاف زد، الله متعال پیغمبر امر کرد که بگو برشان طلب کنی مرگ، بیای در میدان پایین شویم. اگر شما به حق هستی و میگی که جنت از ماست، لاف میزنی بیای که هر دو جانب مرگ طلب کنیم. هم شما هم ما. یهود خو از مرگ میترسیدن، چرا کارهای غلطی کرده بودن، شرمنده و خجالت که هیچگاه نمیخواستن با الله روبرو شوه. از امو خاطر یا این قدر حرص به باقی ماندن دنیا داره که از مشرکا کدام زیاد یا حرص داره. مشرکا خو عقیده به جهان دیگه نداره، تمام هم و غمش دنیاست، باید دمی دنیای خود خوش بسازه، خوش کتر جمع کنه، لال و حرام سی نکنه. به خاطر از اینکه او به جهان دیگه عقیده نداره، میگه 4 روز زندگی که اینجا زنده استم به بسیار خوشی بگذره. از او خاطر او خوش داره که عمرش خیلی زیاد در دنیا باشه. لیکن یهود این قدر بدبخت است که از همین مشرک کرده که عقیده به آخرت نداره، از این قدم حرصی باقی ماندن دنیا را زیاد داره. چرا؟ به خاطر که جنایتکار است. این خود میدانه که ما چقدر جنایت کردیم، در مقابل دین الله چقدر جفا کردیم، پیغمبرها را قتل کردیم. با جای از اینکه همکاری با پیغمبر بکنم، به نقش پیغمبر برم، دینای از را تغییر دادیم، کتابایش تحریف کردیم، کتابا را بیقدر ساختیم، با دینشان جفا کردیم، مادیات دنیا را اصلی مقصد زندگی خود ساختیم. از او خاطر یا خوش نداره که بره در جهان دیگه و مرگ سرش بیا. خیر لافی به جای چرا میزنه که چی؟ جنت از ماست. الله درس میده که با لافا نمیشه یک آدم بگوه که من اینطور هستم جنت میرم. عملت یک دفعه چیک کو، عملت ارزیابی کو که عملت چی رقم است، عمل جنت است یا نه. الله میفرمه قل بگوی پیامبر علیه السلام این کانت لکم الدار الاخرت، اگر باشد برای شما دار آخرت، جهان دیگه غیر از دنیا، عند الله بنزد الله متعال، خالصتا خالص برای شما باشه، دیگه کسا دو داخل نمیشه غیر از شما، من دون الناس غیر از مردم. فتمنوا الموت، آرزو کنی مرگ، به در میدان داخل شوی. ایره مباهله میگه بیا که مرگ طلب بکنیم. ابن عباس رضی الله عنهما میفرمه اگر میدان داخل میشدن مرگ طلب میکردن، یکی شام زنده باقی نمیمون. فتمنوا الموت، شما آرزو کنی مرگ، این کنتم صادقین، اگر در دعوای خود در لاف خود راست میگی. ولن یتمنوه، هرگز آرزو نمیکنه مرگ ابدا هیچگاه. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب او اعمال ناشایسته و جنایتایی که پیش فرستاده دستایشان، به سرنوشت شومی و اعمال خود گرفتار میشه. از او خاطر از این ناحیه حراس داره. والله علیم بالظالمین، این بدبختا چرا نمیفهمه؟ اگر امروز نمیمره سبا میمره، دیگه سبا میمره. ظلمی که کسی در اینجا کرده حتما پاداشش ببینه. الله عالم است به ظالما، از کجا پنهان میکنه؟ امروز نه سبا خود وفات کرده نیستی. ولا تجدنهم، خامخا تو میابی یهودا، ای اهل کتاب پیغمبر علیه السلام، احرس الناس، خیلی حرصناک ترین مردم ها، علی حیات، بالای زنده باقی ماندن، و من الذین اشرکوا، خیلی حرصناک از مشرکا کدام یا بالای زنده ماندن هستند. یود احدهم، دوست داره یکی از یا لو یعمر، اگر عمر داده شود 1000 سنه، 1000 سال. 1000 برای تحدید نیست، برای کثرت است. هر قدر که زیاد برش عمر داده شود یا خوش می باشه. و ما هو بمزحزحه، لیکن این بدبختان نمیدانه نیست هو امی چیز بمزحزحه، دور کننده مردکه، من العذاب، از عذاب. امو چیز چی است که را دور کنه؟ ای عمر، که عمر برش داده شود، هر قدر عمرش دراز شود، سبب از بین بردن عذاب الله شدن نمیتونه. عذاب الله دامنگیرش هست، چرا که عمل انجام داده شده، پاداش مرتب میشه. اینطور نیست الا که توبه بکنه. والله بصیر بما یعملون، الله متعال بیناست به آن چیزی که یا انجام میده.
حتما الله متعال عمل کردی از یارا محاسبه کرده، ثبت و سجل کرده، در مقابل پاداش میده. دلیل بالا درس برای ما چی شد؟ بندگان مؤمنی الله دلبستگی قدر به دنیا خوب نیست. دنیا را آنقدر معشوق خود جور کردن، محبوب خود جور کردن که نماز به خاطر دنیا قضا، دوستی دشمنی را به خاطر دنیا تو قتل مردم شروع کرده ای، صله رحمی را قطع کرده ای. تمام مادیات دنیا سبب ازی شده که تو مرتکب کل جنایت و جریمه و گناه ها شوی. نه، دنیا را ارزش نده، به مو مقدار کفاف پیدا کو که روزگار و آبرویت حفظ شوه. الله دنیا را برای حفاظت عزتمندی خودت پیدا کرده، از او خاطر به مو مقدار تلاش کو و این قدر برای دنیا خود خوار نسازی که بیری اونجا توهین قرآن میشه، توهین دین میشه، میگی من در لندن زندگی رو اختیار میکنم، در فرانسه اختیار میکنم. دین تو ارزش بالا داره، به خاطر متاع حصول دنیا گاهی هم ارزش دین از بین نبری. اینجا هم موتور است. لحاظ دینی تبکو نشوه که دلار گرفتن تو را وادار به ای بسازه که مردم نعوذ بالله در دست کافر بده. این کار باید نشوه. دنیا بقا نداره، چند روز است باز باقی نمیمانه. چرا؟ به خاطری که الله این دنیا را وسیله برای حصول عزت آخرت مقرر کرده. از او خاطر تو از این دنیا استفاده درست بکو. امو قسم که الله برات نقشه داده از زندگی، امو قسم نقشه را اختیار کو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.